بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین. بینندگان نهایت عزیز و گرامی، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مثل همیشه آرزوی صحت و سلامتی و خوشی ها را برای همه شما داریم و امیدوار هستیم که شب و روزها بخیر گذشته باشه و ایام خوشی در رضای پروردگار نصیب ما و شما باشه و روزهای بهتر از امروز در رضای پروردگار نصیب ما و شما باشه. خواهران و برادرای عزیز، انشالله امروز که تاریخ 31 ماه می 2025 است و برابر است به تاریخ 4 ذوالحجه، انشالله برنامه ما خدمت شما می باشه که برنامه امروز ما یک برنامه مشخص زیادتر، چون در ایام حج قرار داریم خدمت شما با مهمان عزیز ما می باشیم. البته گفتنی ها و چیزایی که باشه در مورد قربانی و کمک ها و چیزایی که شما به افغانستان، او را در پایان برنامه با شما صحبت میکنیم، برای اینکه اکثر برای مهمانای ما هم نه وقت می باشه و هم نمیخوایم اونا منتظر باشن. امروز خواستیم چون موضوع حج زیادتر در این روزا سرش صحبت میشه و مراسم حج و خداوند پروردگار عالم شکرگزار هستیم به این حکم الهی که واقعا یک فلسفه عالی و از زمانی که یعنی فرمان حج شده تا به امروز الحمدلله به میلیون ها و بیلیون ها نفر همیشه بر مراسم حج شرکت کردن و ما امروز میخوایم موضوع حج به یک شکل دیگه صحبت کنیم. خواهر و برادر عزیز، با یکی از مهمانای عزیز ما قبلا هم با امرایشان صحبت کردم. ما گفتم که صحبت ما امروز سر عزیز، چون برنامه های زیادی در مورد حج و فرایض حج و سوالاتی که شما داشتین با استاد ایرانی یا مثلا خطبه های مختلف در مورد حج و مخصوصا در این 10 روز ذوالحجه و فضیلت و برکاتش براتون برنامه های مختلف داشتیم همه چیز. اما بحث امروز ما روی عزیز که خود احکام الهی هر کدامش که ما وقتی میبینیم با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ما داخل اسلام میشیم و مسلمان میشیم و بعد از او احکام الهی است که ما باید تو حتما انجام بدیم و اگر انجام نمیدیم ما گناهکار هستیم و اگر این کار میکنیم کافر هستیم. و باز فضیلت هر کدامش، اگر نماز است، اگر روزه است، در ایامش هر وقت سرش صحبت شده الحمدلله که نماز عمل است که خداوند میگه از شما را از فحشا و از منکرات و از اینا نجات میده، یعنی فلسفیش هم است. از روزه را هم ماه مبارک رمضان ما شما سرش چقدر صحبت کردیم، علمای ما همه که فلسفی روزی ماه مبارک رمضان یعنی ای که حکم الهی است و تمام حکمتش ما نمیفهمیم، ولی تا ما اندازه‌ای که ما تا به امروزه یعنی معلوماتی که برای بشریت حتی از غیر مسلمان ها داده شده در مورد روزه و در مورد
خود همین ماه مبارک رمضان، ای که انسان ها چه قسم خود دوباره تربیه میکنیم و دوباره رجعت میکنیم به طرف دین خود و کمبودی های خود و اشتباهات خود اصلاح میکنیم و دوباره به دین خود برمیگردیم، فلسفیش است. ما امروز میخوایم روی فلسفه حج صحبت کنیم انشالله با استاد محترم، که البته شما میفهمین استاد گرامی محمد انصاری اینا خو تقریبا یک عمر در عربستان بودن و اینا مراسم حج و اینا را هم مشاهده کردن و حاجاج. و امروز میخوایم سرزمین صحبت کنیم که فلسفه حج چیست، از حج چی میآموزیم، آیا حج به مو حکمت و به مو فلسفه به مو هدف و مقصده که برای ما این حکمش فرض شده بر مسلمان ها، آیا با مو شکل باقی مانده است؟ آیا ما متوجه هستیم؟ آیا کسایی که به حج میرن اینا میفهمن که امی هدف از حج چی است و این احکام و قوانین مراعات میشه یا نمیشه؟ حتی بسیاری وقت کسایی که از حج میان اینجا باور کنید که باعث ازی میشن که بعضی ها را صحبت های میکنن که حتی از حج رفتن اونا را باعث ممانعتشان میشه. مثلا میگن که حج شما که میرین اتیاگال است که یک بیروبار است که نمیفهم، مردم بسیار زیاد مردم که حج میان هر کدامشان آداب حج هم بلد نیستن، زخمی میشین و نمیفهمی میشه و میشه رقم صحبت ها از مردم بشنیم. و بعضی کسایی است که با تمام شقاوتی که میگذرن، مثلا خود ما الحمدلله یک دفعه حج رفتیم و 2 دفعه عمره و در ایام هم بودیم که بسیار زیاد مثلا گرمی هم بوده، حتی زمانی که آتش سوزیایی که در حج شد و هر باری که رفتیم. ولی امروز هنوز هم زمانی که موسم حج میرسه و یا وقتی که اگر میسر شد مثلا عمره، قلب آدم میتپه که با تمام حالات شقاوت ها و گرمی ها و هم از چیزایی که در سفر میبینه، ولی دل آدم میخواد که باز هم دوباره برگرده و به جای مقدس برگرده. ما بیشتر از این میخوایم انشالله با استاد اونا رو روی صفحه می داشته باشیم، امروز از اونا صحبت میکنیم و از صحبت های از اونا بهره‌مند میشیم انشالله. استاد گرامی سلام علیکم رحمت الله و برکاته. الحمدلله شما را داریم و با معذرت که شما یک ذره براتون هر دفعه ما وقتی که شما رو میبینم بسیار مصروف هم هستین، ولی با وجود از هم چون بیننده های ما واقعا بسیار مشتاق صحبت های شما هستن و لذت میبرن و خدماتتان. با وجود از اینکه ما برنامه های شما را اکثرا شیر میکنم در شبکه، ولی موضوعات مهمی که باشه مثلا موضوع امی مدرسه حج یا هدف از حج و آیا حج با مو فلسفی یا با مو مقررات و مو احکام و حکمتی که خداوند گفته به مو شکل است در بین مسلمان ها، در همین مورد انشالله صحبت میکنیم. باز اگر سوالایی بود هم انشالله خدمتتان می داشته باشیم. بفرمایید استاد گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خدمت شما خواهر گرامی و تک تک بینندگان عزیز گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ایام مبارک قرار داریم، ایام دهه ذوالحجه است. علما به این اتفاق دارند و حدیث صحیح از ابن عباس رضی الله تعالی عنه است که اعمال انسان در اعمال صالحی که انسان انجام بدهد در این 10 روز ثوابش از دهه اخیر ماه مبارک رمضان هم بیشتر است. الله سبحانه و تعالی به این روزهای مبارک قسم خورده است والفجر و لیال عشر که این شبهای 10 گانه علمای تفسیر اکثرا متفق هستند بر این که الله سبحانه و تعالی به خاطر عظمت و بزرگی این شب و روزهایی که ما در او قرار داریم که دهه اول ماه مبارک ذوالحجه است، الله سبحانه و تعالی قسم یاد می کند و اعمال صالحی که انسان در این روزها انجام بدهد از نماز، تهجد، ذکر و تکبیری که متاسفانه سنتی که فراموش شده است در بین امت اسلامی، که در این روزها اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در کوچه ها، در بازارها، در اماکن عمومی می رفتند و با صدای بلند تکبیر می گفتند و با تکبیر اونها مردم هم شروع می کردند به تکبیر گفتن. و این یک سنتی است که متاسفانه ما فراموش کردیم و این رو باید زنده بکنیم. یک برنامه‌ای هست، من در یکی از برنامه به ذکرم کردم به نام المسلی. دوستان اگر حتی به انگلیسی هم المسلی نوشته بکنن در اپ استور یا
در برنامه‌ای که اندروید رو تهیه میکنن، در صفحه اولش خیلی جالب این رو گذاشتن که شما می توانید حتی این رو، من همین الان اگر بازش بکنم این رو، این برنامه المسلی است، در موبایل میتونید نصب بکنید. در اینجا یک بلنگویی رو میبینید. صدایش به مایکتان اگر نزدیک بگیرین شاید صدایش به این تکبیراتی است که در این روزها سنت است که ما این تکبیرات رو بگیم در خانه با فرزندانمان، در محل کار، در ماشین، در موتر، در اثناء رفت آمد. و این سنت فراموش شده ای است که متاسفانه در بین مسلمان ها کمرنگ شده. به هر صورت اعمال خیر در این 10 روز ثواب خیلی زیاد دارد. در حدیث صحیح آمده است که کسی که در روز عرفه روزه بگیرد، الله سبحانه و تعالی گناه های سال گذشته و سال آینده او را میبخشد. و قربانی کردن، کسی که استطاعتش رو داشته باشد، قربانی کردن یکی از اعمال نیکی است که در روز 10 ذوالحجه که روز اول عید سعید قربان هست صورت میگیرد. و ذکر الله سبحانه و تعالی، همه اینا عبادت هایی است که ما باید در این روزها انجام بدهیم و این از سنت های رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. بر صورت وقتی که ماه ذوالحجه، قبل از ماه ذوالحجه کل جهان اسلامی یک حال و هوای دیگری دارد. مردم از گوشه و کنار جهان به سوی حج بیت الله الحرام می روند، خانواده ها عزیزانشان را وداع می کنند و در یک شور و شوقی در همه جهان اسلام در این شب و روزها ایجاد می شود. همزمان با شور و شوق مسلمان ها برای حج بیت الله الحرام که رکن 5م اسلام هست، یعنی اگر یک انسان خود را مسلمان می داند، ما 5 رکن داریم: کلمه است، روزه است، زکات است و نماز است و حج بیت الله الحرام است. من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعتش رو دارد. اما کسی که استطاعت ندارد، الله سبحانه و تعالی هر یک از عبادت هایی رو که برای ما فرض کرده بر اساس استطاعت ما تنظیم کرده. مثلا در زمانی که نماز فرض شد، 50 بار نماز فرض شده بود در یک شبانه روز، تا اینکه به 5 وقت نماز تقلیل یافت. به خاطر چی؟ به خاطر آسانی ما. اگر روزه است در سال 1 بار هست، در 1 ماه هست، و زکات هست وقتی که انسان استطاعتش رو داشته باشد، مالش به اندازه نصاب رسیده باشد، 1 سال بر او گذشته باشد. همه عبادت هایی که الله سبحانه و تعالی برای ما فرض کرده است بنابر قوت و استطاعت انسان هست. در مورد حج یک شرطی هم گذاشته است: و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. و حج بیت الله برای کسی که استطاعتش رو داره، یعنی قرض کردن، حج رفتن، احتیاجات خانه و زندگی و زن و فرزند رو فروختن، حج رفتن، اینا هرگز جایز نیست. حتی انسانی که میخواد حج برود باید خرج کافی، حتی بعضی از علما میگن برای 1 سال خانواده خود داشته باشد، بعد از اون تصمیم سفر حج رو بگیرد. همچنین کسی که سفر حج میرود، مصارف حج، لباس، خوراک، احتیاجاتی رو که دارد در سفر حج، همه اینها رو باید استطاعتش رو داشته باشد. کسی پول بلیت هواپیما یا تیکت طیاره داشت، پول ویزا و خاکپولی و فلان و علان داشت، اما پول پوشاک و خوراک خود را نداشت، بر او حج فرض نیست. یعنی این آدم مشمول همین است که استطاعتش رو ندارد. ما خیلی مشاهده کردیم متاسفانه هموطنان ما، انسان‌های پیر، یکی از بدبختی‌های ما متاسفانه این است که طرف که پیر شد حج میرد. مثلا جوانا رو بگی چرا حج نمیری، میگه که والا بذار پیر شیم، باز که حج کردیم دیگه توبه میکنیم، بعد از اون گناه نمیکنیم. اولا چه ضمانتی وجود دارد که یک انسان جوان نمیرد؟ چقدر جوانا رو میبینیم که تصادف میکنن یا به امراض گوناگون فوت میکنن. اجل انسان ربطی به پیری و جوانی ندارد. بعد مشکل دیگر این است که در آخر عمر، در سن 60 سالگی حج میرن. باور بکنید خواهر گرامی، من به صدها مورد رو دیدم، یعنی سالهای متمادی در خدمت حجاج بودیم در اماکن مقدسه.
اصلا نه لذتی از حج میبرند، حتی نه احکام و مناسک حج را میدانند. یعنی این حج هیچ فایده دنیوی و اخروی برای این شخص ندارد. یک شوخی هم بیان بکنم برای شما عزیزان. یکی از پیرمردهایی رو در یک مجلسی، خلاصه همراهش از افغانستان بود، از طرف مناطق جنوب شرق افغانستان بود، بسیار با تعریف میکرد به رفیقاش، به هماتاقیش که خلاصه من در این روزی که همه مردم میرفتن سوار اتوبوس میشدن میرفتن به طرف نمیدانم کجا میرفتن، من رفتم در خانه کعبه تا شب اونجا ماندم، 10 بار طواف کردم تا دلم خواست حجر الاسود رو هم بوسیدم. این بیچاره روز نهم، روز عرفه که همه مردم به طرف عرفه رفتن، دیده که حرم خلوت است، رفته دیگه شروع کرده به طواف کردن و بوسیدن حجر الاسود. بعدش هم احرامش در آورده و خوش و خوشحال آمده که حج کرده. یک همراهش بود، گفتم به فرزندان این خبر بده که بیچاره حجش نشده، سال دیگه دوباره ای رو بفرسته. یعنی با این وضعیت مردم به حج میان و از احکام حج اطلاعی ندارند. الان الحمدلله یعنی وضعیت خیلی بهتر شده است. حکومت معلمینی را برای حجاج تعیین کردن که مناسکشان رو به اونها یاد میدن. با این وجود وقتی انسانی با سن 70-80 سالگی میاد و بعد کسایی دیدم که 90 سال عمرشان بوده است، خب نمیتواند مناسک رو درست ادا بکند، نمیتواند از اون حج و از اون فواید روحانی و ایمانی و اجتماعی که در حج است استفاده بکند. همزمان با شروع موسم حج سر و صداها از 4 طرف شروع می شود. عده بیدین یا عده دیندار، حتی بعضی از منسوب به علم و دعوت، علما و دعوتگران شروع میکنن که حج نروید، حج در کنار خانه توست، به فقرا کمک کنید، به مستمندان کمک کنید، چرا حج میرید فلان. یک نوع مبارزه با حج هم در بین دشمنان اسلام، هم در بین کسایی که خودشان روشن فکر میکنن و هم در بین بعضی از علما و دعوتگرانی که متاسفانه جهل علمی و جهل دینی بر اونها حاکم است. سر صدا برمی شد که مردم رو میگن حج نروید. قبل از اینکه وارد فلسفه حج و دروس حج بشیم، این نکته رو باید اشاره بکنم که اگر همین طرف اگر بخواد برای سیاحت مثلا به تایلند برود، به ترکیه برود، به دبی برود، هیچ کس نمیگوید که تو دبی نرو، تایلند نرو، ترکیه نرو، پول این سفرت رو کمک بکن به فقرا و مستمندین. اما وقتی که مسئله حج مطرح میشه، بعد میشن کاسه داختر از آش، دلسوز برای فقرا و مستمندان. دوستان، برادران، خواهران عزیز، حج عبادت است. حج امر الله سبحانه و تعالی است. حج رکن دین است. شما اگر خیلی دلسوز فقرا و مستمندین هستید، بیایید زکات بدهید. چرا زکات نمیدهید؟ باور کنید اگر کشورهای اسلامی و ثروتمندهای ما، پولدارای ما 2.5% رو اگر زکات بدهید، او هم اگر در نصاب باشد و پولت زیاد باشد و تجارت کرده باشی و مافوق به اصطلاح خرج و مصرف زندگی خودت چیز درآمدی داشته باشی، 2.5% رو شما باید برای فقرا و مستمندین بدید. دیروز من یک گزارش رو دیدم، باور به خدا بکنید، میگن اگر تنها در ترکیه که بیش از 90 میلیون جمعیت است، اگر ثروتمندها زکاتشان را بدهند، باور بکنید در ترکیه هیچ فردی شهروند ترکیه بدون خانه نخواهد ماند. و همچنین در افغانستان، در پاکستان، در همه کشورهایی که زکات رو به اصطلاح در جزء قانون و دستور خودشان قرار دادن، بعضی کشورهایی که در مثل عربستان سعودی، کویت، باور کنید که بزرگترین بانک ها، بزرگترین ادارات مالی اداراتی است که زکات مردم رو جمع میکنن و بیشترین خیر و منفعتشان به امت و ملت و حتی به خارج از این کشورها میرسد. خب مردم رو به زکات تشویق بکنیم، مردم رو به صدقه تشویق بکنیم. بعد بیایم کسایی که مثلا میان در هتل‌های آنچنانی در یک شب 10,000 20,000 دلار خرج میکنن، اونا رو مذمت بکنیم، ملامت بکنیم، بگیم نه پولی رو که در اونجا خرج میکنین اینو به فقرا و مستمندین بدین. من باور کنید هفته گذشته در مورد یک موضوعی صحبت کردم، یک سرچ همینطور کوتاهی انجام دادم، بیش از 150 میلیارد دلار در شب کریسمس در سراسر دنیا فقط مصرف آتشبازی‌ها و شرابخوری‌ها و فسق و فجور شده است. بیش از 150 میلیارد دلار. هیچ کس نمیگه که شما مراسم شب کریسمس رو برگزار نکنید. یک درختکی رو میارن، چراغان میکنن، 3-4 روز بعد رو میبرن سطل آشغال میندازن. همین مصرف اینو چرا به فقرا و مستمندان نمیدید؟ اما مسئله حج که شد، باز همه میشن انسان‌های بشردوست و انسان‌های
غریب و فقیر رو چنان دوست می‌دارن که باید مردم حج نرن به اونا کمک کنن. حج یک عبادت است در وقت معین، کسی که استطاعت داشته باشد الله متعال فرض کرده است و ما برای یتیم، برای بیوه‌زن، برای فقیر، برای مستمندان هزار مصدر دیگری داریم در دین و شریعت که میتوانیم حتی در انسانیت بگذاریم اسلام و دین رو. یعنی این مسئله انسانیت، بنی آدم اعضای یکدیگرند، ربطی هم به تنها دین ندارد. می شود که از این اسرافات و از مصارف بیجایی که انسان ها نه تنها مسلمان ها انجام میدن از اینها صرف نظر بکنم و فقرا مستمندین کمک بکنم. یکی از شبهات دیگری که مطرح می شود این است که عربستان سعودی است و نمیدونم عربستان سعودی فلان است و این است و اون است و پولتان را به جیب عربا نریزید و با عربا با پول شما فلان میکنن و این میکنن اون میکنن. ما که سالها زندگی کردیم در اونجا، بیش از 30 سال، عربستان سعودی محتاج حجاج نیست. فروش نفت یک روز عربستان سعودی برابر با خرج و مصرف یک سال حجاج است. نیازی هم ندارد که حاجی بیاید حاجی نیاید. ربطی چرا مسئله رو سیاسی میکنن؟ چرا ربطی ندارن به حکومت عربستان سعودی؟ حالا بالفرض بگیم اگر در عربستان سعودی عربستان سعودی خدای نکرده اشغال میشد، از طرف یک کشور کفری اشغال میشد، اما حج آزاد بود، آیا شما حج نمیرفتید؟ میرفتید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سال حدیبیه در مکه مکرمه کی حاکم بود؟ خلافت اسلامی خو نبود. مکه در زیر سلطه کفار بود. مشرکین بر مکه حکومت میکردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال صلح حدیبیه که بیعت رضوان در اونجا صورت گرفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم با ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و همسرانشان، عایشه و ام سلمه، همه صحابه، یعنی بیش از 100,000 نفر میگن در اونجا به خاطر حج و عمره رفته بودن. پیامبر نگفت که والا ما بریم اونجا پول ما رو در جیب ابو سفیان و ابو لهب و اونا میندازیم، پول ما رو در جیب کفار و مشرکین میندازیم. یعنی یک قیاس مع الفارق است، یک حرف احمقانه ای است که ما میریم پول ما رو به جیب عربا میندازیم. ما پول ما رو به جیب عربا نمیندازیم. ما به خاطر ادای رکن پنجم اسلام، کسی که استطاعت دارد به حج بیت الله الحرام میرود. موضوع عبادت، ببینید وقتی که ما خودمان رو میگیم مسلمان هستیم و پیرو دین مبین اسلام هستیم، باید این رو قبول بکنیم که همه احکام و شرایط دین را پذیرفتیم، تسلیم شدیم. اسلام به معنی تسلیم شدن. هیچ کس رو الله سبحانه و تعالی مجبور به این نکرده که تو بیا مسلمان شو. لا اکراه فی الدین. مجبور به مسلمان شدن کسی رو نکرده. اما وقتی که مسلمان شدی، مانندی که شما سیتیزن یک کشوری رو قبول میکنید، میگه که قانون اساسی رو باید قبول بکنی، تمامیت ارضی رو قبول بکنی، حکومت رو قبول بکنی، پرچم رو قبول بکنی یا بیرق رو قبول بکنی، باید نظام این مملکت رو قبول بکنی. اسلام هم یک نظامی دارد، یک رکنی دارد، ارکانی دارد، اصولی دارد، ثوابتی دارد. وقتی مسلمان هستی باید این رو بدون چون و چرا باید قبول بکنی. نماز است، روزه است، زکات است، حج است، قبل از همه اینا کلمه شهادتین است. ما بدون چون و چرا عبادت ها رو قبول میکنیم، ارکان رو و دستورات الله و رسول رو قبول میکنیم. اما این دین و این ارکان و این اصول و این ثوابت از طرف کسی آمده است؟ از طرف ذاتی آمده است که خالق ماست، مصلحت ما را میداند، از حال و گذشته و آینده ما خبر دارد و فواید این عبادات را، چه فواید روحی باشد، جسمی باشد، دنیوی باشد، اخروی باشد، از ما بیشتر میداند. بعضی از این فواید رو ما درک میکنیم، خیلی از اینها رو درک نمیکنیم، شاید هم به مرور زمان درک بکنیم. الله متعال میفرماید سنوریهم، در آینده نشان خواهیم داد برای آنها، فی انفسهم و فی الآفاق، آیاتنا فی انفسهم و فی الآفاق حتی یتبین لهم انه الحق. ما نشانه های قدرت خود را در آینده، در بدنهای آنها، در آفاق، در کائنات با اونها نشان خواهیم داد تا به این نتیجه برسن که این دین حق است. همه اعمالی که ما انجام میدهیم، همه اینها مصالحی دارد، جسمی، روحی، روانی، دنیوی و اخروی برای ما. بعضی شما میفهمید، بعضیاش ذکر شده است، بعضیاش رو در آینده خواهیم فهمید. به طور مثال شروع میکنیم از وضو. خیلی فکر میکنم چرا من روزانه 5 بار باید برم با آب دست و صورت خودم را بشورم. امروز علم و علما، شما ببینید یک نفر یک کمی آلش بد میشه در همین اروپا و آمریکا، در هم سراسر میگن برو دست و روی تو بشور، برو دست و صورت تو بشور،
به خاطر چی؟ میگه حالت عوض میشه، حالت بهتر میشه. امروز علما درک کردن، کشف کردن که این وضو گرفتن 5 وقت برای یک مسلمان خیلی فواید روحی و روانی و جسمی دارد برای بدن انسان. یعنی بزرگترین ما در دوران کرونا دیدیم تشویق همه دکترها که روزانه دستارتان رو بشورید، صورتتان رو بشورید، بیرون میرین دست صورتتان رو بشورید، دهنتان رو بشورید، غرغره بکنید، دماغتان رو بشورید، استنشاق بکنید. ما همه این کارها رو دین ما 1400 سال برای ما گفته که روز 5 بار انجام بده. حفظ نظافت و پاکی یکی از ویژگی های مسلمان ها است. شما در تاریخ قبل از اسلام در زمان فتح بعد از سقوط اسپانیا یا اندلس سابق به دست اروپایی ها، همین اروپایی ها وقتی که آمدن در اونجا دیدن که اینجا مسلمان ها حمام های عمومی دارن. شما تصور میکنید در اروپا حمام عمومی نبود، سر و جان شستن یا غسل کردن نبود. یک مسئله رو بگم شاید به بعضی از خانم‌ها خوش آمد، همین بوتای کوری بلند میگن، بوتایی که پاشنه‌های بلند دارد. بوت کوری بلند در فرانسه برای اولین بار برای چی مد شد میدانید؟ بوتای کوری بلند به خاطر اینکه بول و براز و کثافت‌هایشان را در سرک‌ها می‌ریختن، به اندازه‌ای وضع خراب بود که نمی‌شد انسان‌ها از بین اینها برن. کفش‌هایشان را یک پاشنه بلندی، یک کوری بلندی برایش درست می‌کردن از چوب، با او راه می‌رفتن که پاهایشان کثیف نشود. این وضعیت اروپا بود در زمانی که خیابان‌ها را سنگفرش می‌کردن مسلمان‌ها. حمام‌های عمومی وجود داشت، مساجد وجود داشت، وضوخانه‌ها وجود داشت. اونا اصلا از نظافت بویی نمی‌بردن. امروز علما میگن که 5 بار دست و صورت رو شستن یکی از اسباب جلوگیری از بیماری‌های پوستی است که ما بدانیم یا ندانیم. این رو الله سبحانه و تعالی برای ما فرض کرده است. ما روزانه این کار رو 5 بار باید انجام بدیم. آرامش روحی به مجرد رسیدن آبی که درجه حرارتش با درجه حرارت بدن انسان، یعنی درجه حرارت بدن انسان تقریبا انسان سالم بین 36 تا 37 درجه است. وقتی که سانتیگراد بگیم، وقتی که انسان وضو میگیرد طبیعتا یا آب گرمتر است یا آب سردتر است بنابر وضعیت یا منطقه‌ای که انسان زندگی میکند. این گرم و سرد بودن آب که درجه حرارت آب با درجه حرارت بدن انسان فرق بکند سبب میشود که یک حرکت در حجرات انسان، در پوست انسان صورت میگیرد که همه استرس ها، الکتریسیته های منفی و به اصطلاح اون بار منفی که بدن انسان دارد رو این رو از بدن انسان خارج می کند. شستن دهن و دماغ سبب سلامتی دهن و دماغ انسان می شود، چون می دونید که توسط غذاها موادی که در دهن انسان می ماند و می گندد سبب می شود که به سلامتی انسان ضرر برساند. همچنین ما تنفس می کنیم از طریق دماغ. این استنشاقی که در وضو صورت می گیرد به سلامتی دهن و دماغ و به اصطلاح این جهاز تنفسی ما فایده داره. سیستم ایمنی بدن رو میگویند وضو کردن تقویت میبخشد، قوی تر میکند و همچنین تمرکز انسان رو بیشتر میکند و به مغز و اعصاب انسان تاثیر مثبت دارد. همچنین نماز که بعد از وضو میاد یکی از عبادت هایی است که باور کنید اگر ما فقط اعجاز علمی رو در موردش صحبت بکنیم شاید 10 برنامه صحبت بکنیم کم است. نماز یکی از عبادت هایی است که جامع تمام ارکان اسلام است. شما در همین نمازی که 2 رکعت نماز میخوانید، در این نماز حج هست، زکات هست، روزه هست، توحید هست و نماز که خودش 5 رکن دین مبین اسلام در یک رکعت نمازی که شما میخوانید جمع میشود. شاید بعضی تعجب بکنن چطور زکات هست مثلا در نماز. شما از وقت خود میگذرید، وقت خود رو قربان میکنی برای الله سبحانه و تعالی. دکاندار دکانش رو میبنده، تجارتش، کارش، بارش، همین چیز رو تعطیل میکنه میره. آیا این زکات نیست؟ زکات وقت است، زکات مال است، زکات جسم است. پس نمونه ای از زکات در نماز وجود دارد. در نماز روزه است. روزه ای که در نماز است از روزه ماه مبارک رمضان سخت‌تر است. در ماه رمضان فقط نمیخورید، نمیآشامید و همبستری نمیکنید. در نماز نمیخورید، نمیآشامید، همبستری نمیکنید، زنی رو لمس نمیکنید، صحبت کردن نمیتوانید، چپ و راست نگاه کردن نمیتوانید. یعنی همه وجودتان در نماز روزه است. یک کلمه گپ نمیتوانید بزنید، در حالی که در روزه ما شما میتونید بخوابید، گپ بزنید، هر کاری میتوانید بکنید. اما روزه‌ای که در نماز است سخت‌تر از روزه ماه مبارک رمضان است. در نماز حج است. به طرف همان خانه‌ای که تو میری طواف میکنی، حجش رو انجام میدهی، 5 وقت نمازت رو باید به طرف اون خانه بخوانی.
پس حج هست، روزه هست، زکات هست و توحید هست. سراسر نماز توحید و یگانگی الله سبحانه و تعالی است. الله اکبر. از تسبیحی که از شروع نماز که شروع میکنید، از نیت، از همه چیز نماز، عظمت و بزرگواری الله سبحان ربی العظیم و بحمد سبحان ربی الاعلی و بحمد امین الله اکبر گفتن. شعار نماز چی است؟ الله اکبر. پس در نماز توحید هست و همه ارکان دین در نماز وجود دارد. در مورد فواید بی نهایتی که در نماز وجود دارد، من کاهش فشار خون، تنظیم تنفس بدن انسان، تاثیر بر سلامتی جسمی انسان، یک نوع ورزشی است که ما در قالب عبادت داریم انجام میدهیم. باور کنید من یک روزی یک پیرمردی رو بردم پیش یک دکتری، گفت که من نمیتوانم ورزش بکنم. گفت 5 وقت نماز میخوانی؟ گفت بله. گفت 5 وقت نماز بخوانی دیگه نیاز به ورزش نداری. اگر واقعا انسان نماز رو با همون قواعدش، با ارکانش درست انجام بده، انسانی که 5 وقت نمازش رو درست و صحیح با نوافل و سننش بخواند نیاز به ورزش نداره. اضطراب، قلق، استرس انسان رو نماز کم میکنه. آرامش روح و روان برای انسان. شما الان میرید پیش یک روانشناس، صدها دلار مصرف میکنن پیش یک روانشناس، میرن چی میگه؟ 4 تا کلمه رو میگه. اینو تصور کن، این حرف رو بزن، بگو من خوشحال هستم، به کارهای خوب مشغول بش. شما همین اذکاری رو که شما انجام میدید، در معانی این رو بدانید، باور بکنید از صدها جلسه روانشناسی برای شما تاثیرش بیشتر است. یکی از نکات مهمی که ما در سجده، علما این رو یک دکتری در موردش صحبت میکرد، میدانید که بدن انسان، زمین و همه کونی که ما در او زندگی میکنیم در او الکتریسیته وجود دارد، چه مثبت چه منفی. به مجردی که انسان سرش رو به سجده میگذارد، این الکتریسیته هایی که به بدن انسان ضرر دارد و در طول روز ما مثلا به لپتاپ دست زدیم، به موس دست زدیم، به پارچه‌های پشمی یا اکریلیک یا پلی استر یا پلیپربلین که همه اینها بارهای الکتریسیته دارد، به اینها دست اینا در بدن ما ذخیره می شود و این به سلامتی پوست ما، حتی به حجرات ما ضرر دارد. به مجرد سجده کردن انسان همه این الکتریسیته ها رو به زمین منتقل می کند و بار مثبت رو از زمین می گیرد و این یکی از نعمت‌های بزرگی است که الله سبحانه و تعالی برای ما در نماز قرار داده است. ما شاید تا 10 سال 20 سال پیش این رو نمیدانستیم. امروز میرن یوگا مثلا انجام میدن. باور بکنید اکثر حرکاتی رو که در اینجا انجام میداد که این جانب دینیش ما میگیم در اسلام این جایز نیست، عمل خوبی نیست، الله سبحانه و تعالی نماز رو برای ما قرار داده است، ذکر رو برای ما قرار داده است. باور کنید تأثیرش بر بدن انسان هزاران مرتبه از یوگا بهتر است. اما میرن اون عمل رو انجام میدهند، مصرف هم میکنن، در باشگاه میرن به اصطلاح پولم پرداخت میکنن به خاطر یوگا، اما وقتی بگید در خانه بشین 5 وقت نماز رو بخوان، 1001 بهانه برای او در میارن. من در یک مقاله علمی خواندم، یک مقاله بود به نام Earth Connection، یعنی ارتباط با زمین. میگن یکی از آلاتی که انسان میتواند بارهای منفی، انرژی های منفی که در بدنش داره این رو تخلیه بکنه، حالتی است که انسان سرش رو به سجده. این کسی میگه که اصلا مسلمان نیست، اصلا از نماز از این چیزا شاید خبری هم نداشته باشه. اسمش هم میگه Earth Connection که ارتباط با زمین. ما اگر بگیم طرف رو سجده بکن، 1001 ادا و اصول برای ما در میارن که والا این دین است و اسلام اینطوری است و فلان است و نماز است و این است و اون. اما اگر یک دکتر بگه که بیا این کار رو بکن، شاید روزانه 100 دفعه انجام بدم. به هر صورت همونطوری که گفتیم، حج هم یکی از عبادت‌هایی است که الله سبحانه و تعالی برای ما فرض کرده است و در این حج منافع روحی، روانی، جسمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و منافع بزرگی که شاید خیلی از آنها رو ما بدانیم و بعضی از آنها را ندانیم وجود دارد. به همین دلیل الله سبحانه و تعالی برای مسلمان در طول عمرش یک بار فرض کرده که به حج بیت الله الحرام برود. حالا در این حج برای ما چه فوایدی نهفته است، چه درس‌هایی نهفته است، چه فلسفه‌ای دارد، این رو با هم میایم مرور میکنیم.
خواهر گرامی، شعار حج چی است؟ لبیک شعار اللهم لبیک اللهم لبیک. هر عبادتی برای خودش یک شعار داره. مثلا شعار نماز ما چی است؟ الله اکبر. الله میگیم اکبر. الله اکبر، به رکوع میریم الله اکبر، به سجده میریم الله اکبر، از سجده بلند میشیم الله اکبر، دوباره وای میستیم الله اکبر. شعار نماز الله اکبر است. شعار حج لبیک اللهم لبیک است. وقتی که ما در شعار حج دقت بکنیم و فلسفه و معنی این رو بدانیم، بعد از اون متوجه میشیم که چرا الله سبحانه و تعالی گفته که شما یک بار باید برید حج بکنید. از لحظه ای که از وطنت حرکت میکنی چی میگی؟ لبیک اللهم لبیک، به خدمت حاضرم پروردگارا، به خدمت حاضرم. لبیک لا شریک لک لبیک، در خدمت حاضرم پروردگارا، هیچ شریکی برای تو نیست. ان الحمد، حمد و سپاس و ستایش برای تو است، و نعمت، و همه نعمت ها از طرف تو است. لک و الملک، همه اینها ملک و پادشاهی از آن تو است. لا شریک لک، تو هیچ شریکی نداری. پس شعار حج توحید است. فلسفه حج تلقین و تفهیم توحید برای مسلمان هاست. الله سبحانه و تعالی به خاطر عظمت و بزرگی توحید به یکتاپرستی که هدف ارسال همه انبیای الهی برای بشریت چی بوده؟ نهادینه کردن توحید و یکتاپرستی بوده. در قرآن کریم فقط کلمه لا اله الا الله را سرچ بکنیم، میگه موسی را فرستادیم برای اینکه بگوید که لا اله الا الله. عیسی را فرستادیم برای اینکه بگوید لا اله الا الله. ابراهیم را فرستادیم برای اینکه بگوید لا اله الا الله. اسحاق را فرستادیم برای اینکه بگوید لا اله. نه تنها بگوید لا اله الا الله، بلکه مردم را دعوت بکند به سوی لا اله الا الله. همه انبیای الهی رسالتشان چی بوده؟ ان اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، که الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنید و با او شریک نیارید. الله متعال به وسیله حج میخواهد این توحید و یکتاپرستی رو در وجود ما از لحظه ای که از خانه خودمان خارج میشویم تا لحظه ای که برمیگردیم نهادینه بکند. در هر جا به ما تذکر بدهد که الله سبحانه و تعالی یگانه است، الله سبحانه و تعالی شریک ندارد. این شعار خیلی از ما گفتم که سن 70 سالگی میره حج، اصلا لبیک و معنیشو نمیدانه چی است. اصلا تکرار میکنن اما نمیفهمه که این شعار چی میخواهد از ما. آن مسلمانی که وقتی که در نماز دستش رو بلند میکنه میگه الله اکبر، عظمت این جمله رو نمیداند، این نمازش ادا میشه اما به دردش نمیخوره. برو یکی میگفت که الله متعال میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز ما رو از فحشا و منکر باز میداره، اما طرف نماز میخونه، قمار میزنه، زنا میکنه، چاره به شرعی هم هست. دلیلش این است که نماز رو نمیدانه، همین الله اکبر رو نمیدانه. این لحظه‌ای که در سیرت علما بخوانید، طرف میگه وقتی که دستش رو بلند میکرد الله اکبر، میگفت تمام وجودش میلرزید. تو در مقابل یک ذات ایستاده‌ای که این زمین و کهکشان راه شیری و همه این سیاراتی که در منظومه شمسی است، همه اینها در مقابل عظمت قدرت او مانند یک ریگی است که در یک بیابان بزرگی افتاده باشد. وقتی در مقابل شما ببینید در مقابل یک رئیس جمهور میسته انسان، در مقابل والی، در مقابل پلیس، همین الان از خانه خارج میشی، پلیس ترافیک دست میده، تمام وجود طرف میلرزه، در حالی که لیسانس هم داره، اوراق موترش هم درست است، هیچ مشکلی هم قانونی نداره، اما یک خوف تمام وجود. چی شده؟ چه گناه کردم؟ چیکار کردم که من رو نگه داشت؟ پلیس رو مردم در خیابان میبینن میترسن، یک استرس تمام وجودشون رو در بر میگیره، در حالی که هیچ گناهی هم نکرده. ولله مثل الاعلی، انسان در مقابل خالقش، در مقابل پروردگاری به این بزرگی میسته. الله اکبر وقتی میگه، باور کنید اگر این عظمت رو ما درک بکنیم، باید تمام وجود ما، تمام بند استخوان ما بلرزه. الله سبحانه و تعالی میخواد این عظمتش رو، این توحیدش رو، این بزرگیش رو، این رو برای ما و در وجود ما نهادینه بکنه. به ما بگه که همه زندگی تو باید برای الله سبحانه و تعالی باشه. قل، بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، این صلاتی، نماز من، و نسکی، حج من، و محیای و مماتی لله رب العالمین، برای الله پروردگار جهانیان،
محیای و مماتی یعنی چی خواهر گرامی؟ زندگی و مرگ من، یعنی تمام زندگی من همه چیز باید برای الله باشه. الله میخواهد که به وسیله حج، به وسیله این عبادات ما را الهی بکنه. میخواهد که توحید و یگانگی و ایمان و یقین رو در وجود ما قرار بدهد، نهادینه بکند. میخواهد ما را یک انسانی تربیت بکند که همه این دروسی رو که در حج ما تجربه میکنیم، از اخوت، از برادری، از عبودیت، از مساوات، از برابری، همه اینها رو ما در زندگی خودمون یک بار تجربه بکنیم و بعد از اون این رو در زندگی ما تطبیق بکنیم. حجی که بالای انسان تأثیر نداشته باشد، حجی که ما را دگرگون نکند. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که حج بکند و فسوق و فجور نکند، حجش را به درستی ادا بکند، برمیگردد مانند روزی که از مادر تولد شده است. این برای کی است؟ برای کسی است که حج رو درک کرده باشد. برای کسی است که اون اهداف و فلسفه حج رو فهمیده باشد. بزرگترین درس در حج درس تسلیم و بندگی است. خانواده تو رها میکنی، از پولی که چقدر دوست داری، اگر $1 یک جایی از پیشت گم بشه شاید 10 بار دنبالش بگردی، از این پول صدها بلکه هزارها خرج میکنی، در مقابل امر الله سبحانه و تعالی تسلیم میشی. لباس تو، زیورالات تو، همه ماشین تو، خانه تو، موتر تو، پول بانکی تو، شرکت و تجارت تو، همه زندگی تو رها کردی با 2 پارچه سفید که مانند کفن هست. همه چیز رو رها میکنی با یک پاسپورت و مصارف حج، با همه عزیزانت ودا میکنی که انه انسانی که مرده است، او را کفن کردن، نماز جنازه خواندند، مردم او را ودا میکنن، میبرن در قبر میگذارن. اینها رو باید ما در نظر ما تجسم بکنیم. تو که با این 2 پارچه کفن از خانه خارج میشی به طرف حج میری، الله سبحانه و تعالی میخواد به تو بگه که یک روزی همین گونه از این دنیا خواهی رفت. نه همسرت، نه فرزندت، نه پولت، نه جاهت، نه منصبت. رئیس جمهور است، در میدان عرفات در اونجا وایستاده است، مردم صدا میکنه یا پلیس مثلا حاجی بیاد این طرف، حاجی برو اون طرف. نمیگن که جناب رئیس جمهور تشریف بیارید این طرف، جناب وزیر صاحب بروید آن طرف. همه این القاب، همه اینها از بین میرود. روزی که جنازه ما رو میگذارند برای خواندن نماز جنازه چی میگن؟ نمیگن جناب حضرت بالا حضرت رو بیارید، میگن جنازه رو بیارید، جنازه رو بردارید، جنازه رو ببرید، جنازه رو دفن کنید. حج میخواهد به ما درس‌های عمیق زندگی رو بدهد که وقتی که ما از این مدرسه فارغ شدیم، یعنی فاکولته ای است، مدرسه ای است، دانشگاهی است که در 10 روز ما از اونجا یک انسان دیگر با یک سرتیفیکت دیگر، با یک شهادتنامه دیگر، با یک زندگی دیگر، با یک صفحه جدید، مانند روزی که از مادر به دنیا آمده، ما باید به زندگی خود ما برگردیم. ما با اونجا میریم با الله سبحانه و تعالی تجدید میثاق میکنیم. با الله سبحانه و تعالی روزی که اسلام رو قبول کردیم، روزی که دست چپ و راست خودمون رو شناختیم، روزی که با عاقل و بالغ شدیم، لا اله الا الله رو فهمیدیم، در اونجا میریم دوباره این رو تکرار میکنیم. بارالله من به درگاه تو آمدم تا توحید تو را تایید بکنم، یگانگی تو را تایید بکنم، لا اله الا الله رو دوباره با تو تجدید بکنم، دوری از شرک. ببینید شرک بعضی فکر میکنن که فقط اگر کسی به یک بتی سجده کرد مشرک میشود. متاسفانه خیلی از ماها در درون خود ما بت‌هایی داریم، بت‌های ریا، بت‌های تکبر، بت‌های خودپرستی، بت‌هایی که خودمان برای خودمان ساختیم، ندانسته داریم اون رو پرستش میکنیم. بت ریا بزرگترین بتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من میترسم برای شما از شرک خفی. فرمودن شرک خفی چی است؟ یعنی شرک پنهان. گفتن ریا. امروز نماز میخوانه،
عکس میگیره نشر میکنه. حج رفته در طواف در منا در مزدلفه در یک سلفی میگیره پخش میکنه. امروز به یک نفر صدقه میدن، حتما باید که عکس و فیلمشو بگیرن برای او بفرستن. همه زندگی ما شده ریا. رفتار ما، اخلاق ما، کردار ما در خانه، رفتارش با همسرش، با فرزندانش، اکرمکم الله با عرض معذرت مانند سگ است. اما بیرون که بیاد، از این که آدم خوش اخلاق، از این که آدم خوش برخورد نیست. چرا این گونه هستیم؟ این نفاق است، این ریا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند بهترین شما بهترین کسی است که برای خانوادهش بهترین باشد. امروز چند درصد از مردان ما در خانه با چه اخلاق زشتی زندگی میکنن، اما بیرون از خانه ببینید که مانند فرشته همه مردم رو تعریف میکنن. چرا باید انسان این گونه باشد؟ چون زندگی ما سراسر نفاق شده. حج یک فرصت است برای انسان، فرصتی برای توبه و استغفار. الان مثلا شما ببینید در معالجات روحی و روانی، در معالجات روانشناسی، در انسان رو تشویق به این میکنن که همیشه اون بدیای زندگیش رو فراموش بکنه، خوب فکر بکنه، مثبت اندیش باشه. الله سبحانه و تعالی این فرصت رو در حج و در همه عبادت برای ما میسر کرده. توبه کردن یعنی چی؟ یعنی آن گناهانی که گذشته انجام دادی و امروز تو را عذاب وجدان گرفته، از روح و روان تو را اذیت میکند، از اونها توبه میکنی. و الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ یقول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من که گناه کردید، در گناه زیاده روی هم کردید، از رحمت الله ناامید نشوید. الله همه گناهان را میبخشد و این بزرگترین فرصت است، فرصت این که انسان توبه و استغفار بکند. جمع شدن صدها هزار بلکه میلیون ها انسان در یک مکان، در یک هوای اکثرا هوای گرم، حتی در زمستان هم که شما برید حجی که در زمستان هم صورت بگیره، در عرفات هوا گرم است. در سرزمین حجاز هوا گرم است، یعنی در زمستان در اونجا شاید 30 درجه باشد، 27 28 30 درجه باشد. الان که ماشاءالله بالای 40 45 درجه است. انسان در این وضعیت باید به یاد روز قیامت بیفتد، به یاد روزی که همه انسان ها از قبرها برانگیخته می شوند. رئیس جمهور است، وزیر است، پولدار است، فقیر است، همه با کفنهایشان از قبرها خارج می شوند. همه در پیشگاه الله سبحانه و تعالی حاضر می شوند. این صحنه رو ما در روز عرفه تجسم می کنیم. این لحظه رو تصور می کنیم. در اون روز نه مال، نه باور کنید رئیس جمهور در اونجا سکته کرده مرده، وزیر سکته کرده مرده، در اونجا انسان هایی که میلیاردر بودن مردن، اجلش آمده مرده در روز عرفات. نه پولش به دردش خورده، نه مالش به دردش خورده، نه امکاناتش به دردش خورده. همه انسان ها مجرد از همه این منافع مادی که در دنیا دارند، در اونجا در پیشگاه الله سبحانه و تعالی با 2 تیکه پارچه سفید حاضر میشن. این لحظات ما رو به یاد روز قیامت باید بندازه، به یاد روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال به درد میخوره نه فرزند به درد میخوره، روزی که انسان از همه چیز خودش از اونجا دور میشه. زن، شوهر، پول، دارایی، دوست، رفیق، هیچ کس به درد انسان نمیخوره. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. هر کس در اون روز از دیگری فرار میکنه، هیچ کس به درد کسی نمیخوره. این لحظات رو ما در میدان عرفات در اونجا تجسم میکنیم. حج یک فرصتی برای درس ایثار و فداکاری است. من بارها میبینید در صحنه هایی که یک حاجی کسی میاد به او کمک میکنه، یک آفریقایی سیاه‌پوست رو میبینید که به یک سفیدپوست اروپایی کمک میکنه، یک سفیدپوست آمریکایی مسلمان رو میبینید که به یک اندونزیایی از جنوب آسیا به او داره کمک میکنه. یکی در بین هم دیگر کمک کردن، با همدیگر همصدا بودن، زبان همدیگر رو نمیفهمن اما شعارشان یکیست. زبان همدیگر رو نمیفهمن اما دعایشان یکیست. زبان همدیگر رو نمیدانن اما
لباسشان یکیست، سیاه، سفید، فقیر، ثروتمند، صاحب منصب، بدون، همه در اونجا شعارشان یک شعار است: لبیک اللهم لبیک. یعنی در اینجا الله سبحانه و تعالی میخواد به ما درس برادری و برابری رو بدهد. عدالت الله سبحانه و تعالی و عدالت اجتماعی در اسلام در اونجا تجلی می کند که این بزرگترین درسی است که ما باید از حج بگیریم. در صحرای عرفات والا نمیگن که تو چون جناب رئیس جمهور هستی بیا ماشین مرسدس بنز تو بیاریم سوار این شو. نه، همه اونجا پیاده، همه اونجا در زیر خیمه زندگی میکنن. نه برای کسی قصری است، نه برای کسی در اونجا تخت و تاجی است. همه یکسان با هم دارن در اونجا زندگی میکنن که این تجلی عدالت در دین مبین است. عدالتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با پیوند برادری بین اصحاب کرامشان برای ما ایجاد کردن. شما تصور بکنید بلال برده است، حبشی، سیاه مثل زغال. حضرت ابوبکر صدیق او را آزاد میکنه. میدونید در عربی چی میگن؟ اصطلاحی کلمه در این مورد میگن سید ما ابوبکر، سید ما بلال را آزاد کرده است. بلال سید ماست، سردار ماست، آقای ماست. ابوبکر سید و سردار آقای ماست. فرق بین ابوبکر و بلال در تقواست. ابوبکر سفید پوست است، بلال سیاه پوست است. ابوبکر یکی از سرداران و بزرگان قریش، از اشراف قریش است، بلال یک برده است. در نزد الله سبحانه و تعالی این دوتا هیچ فرق و تفاوتی با هم ندارد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تجلی این آیه رو شما می توانید تنها در صحرای عرفات ببینید. بعد از اینکه حج تمام میشه، رئیس جمهور با هواپیمای خاصش به کشورش برمیگرده. حاجی بیچاره‌ای که پول نداره در اصطلاح آخر هواپیمای درجه 2 درجه 3 به کشورش برمیگرده. یکی در فرست کلاس برمیگرده، یکی در جی کلاس برمیگرده. هر کس به اندازه استطاعتش و به اندازه قدر و منزلتش در دنیا. همه اینها در روز عرفات در پیشگاه الله سبحانه و تعالی همه یکی هستند. شما دستتون بلند میکنید برای دعا، معلوم است که این که در کنار شما داره دعا میکنه میلیاردر است، رئیس جمهور است، وزیر است، رئیس پلیس است، چیکاره است، جنرال است، صاحب منصب است. چون همه در پیشگاه الله سبحانه و تعالی با یک لباس، با یک شعار و این تجلی عدالت الله سبحانه و تعالی است. و جمع شدن همه مسلمان ها در یک مراسم مانند یک کنگره جهانی، مانند یک کنفرانس بین المللی برای ایجاد وحدت، همبستگی، برای اینکه ما از حال همدیگر خبر بشیم. باور بکنید صحنه‌ای رو شاید شما حج رفتید شاهد باشید که کسی میه پیش شما، زبان شما رو نمیفهمه، اما این لبخندش، نگاهش، هزار یک حرف برای گفتن داره برای شما. داره به شما میگه که شما رو دوست دارم، تو مسلمانی، تو خواهر منی، تو برادر منی، من و تو پیرو یک دینیم، پیرو یک پیغمبریم، پیرو یک کتابیم. نگاه های حجاج به هم دیگه زبان هم دیگر رو نمیفهمن، اما داره این پیام رو با هم دیگه رد و بدل میکنن. و این هدف اصلی حج این نیست که هر کس بره در خیمه خودش بشینه، حج که تمام شد هر کس برگرده خانه خودش. ما باید در حج از حال و احوال برادران مسلمان ما در اقصا نقاط دنیا آگاه بشیم و این یکی از هدفهای حج بیت الله الحرام است. خواهر گرامی، اگر میفهم شما سلفام دین روزم شما میازتان کردین که زیاد سلفا میکنین، مگر تا حال خواهر الحمدلله با وجود از اینکه کمک مشکلات آمد، اما یعنی صحبت هایتان واقعا بسیار دلپذیر و بسیار آموزنده است. خداوند شما را خیر بده و بسیاری موضوعات آدم متوجه بشه. برای من فرصت بدید من نماز مغرب رو بخوانم، بعد از اون خدمت شما برگردم. بفرمایید شما نماز بخونید، ما می صحبت های شما را چیزایی که بوده سر از او یک کمک یک یادآوری باز ما هم میکنیم ان شاء الله. شما بفرمایید نمازتان بخیر. سلامت باشید. بس کمپلیتون اگه گل نکنین والا کردین. خب خواهرها و برادرای عزیز،
انشالله تا که استاد پس دوباره برگردن بشین که میتیشن. دلیل از این که ما این موضوع حج امروز خواستیم که سرش صحبت کنیم ایسته که هر کس که به حج میره تجربه هر کس فرق میکنه، ولی به صورت عموم ما و شما وقتی که فکر کنیم اولی که خود فلسفه حج، قبلا هم گفتم که خداوند در هر چیز، در هر اعمال ما، در هر کدام از این یک فلسفه، یک چیزی است بعضیش ما میفهمیم بسیاریش ما نمیفهمیم حکمتش. اما امی که یک نفر که وقتی که یعنی تواناییش داشته باشه از نظر مادی مخصوصا و کلی مثلا مسائل فامیل خود، مصارف خود اینا را بتونن که برای فامیل خود برای یک مدت داشته باشن، زکات خود داده باشن، صدقات خود کرده باشن و یعنی از هر جهت بعد از اون سر از اینا که وقتی سر یک نفر فرض میشه، خود امی که انسان یک وقتی میشه که باز از هر جهت یعنی مستمند میشه و پول می داشته باشه و وقتی که یک پول اضافگی برای انسان پیدا میشه. البته من در یک جای خوانده بودم که میگفتن امی خود پول پسان انسان به این می باشه که چه قسم او را مصرف کنم، به خوشگذرانی و به عیاشی و به بعض اوقات به هر طرف کشانده میشه. یعنی داشتن پول، شما دیدین کسایی که پول دار هستن زندگیشان به چه شکل است، مخصوصا کسایی که باز در دین نباشن. اونمو وقتی است که خداوند بر ما فرض کرده حج و این سفر انسان یعنی اصلاح میکنه، با تقوا میسازه و امی سفری که در حج میره مخصوصا که اگر آدم آگاهی داشته باشه از این که ما به می سفر که میرم تمام مراسم مثلا از خود کعبه شریف طواف بفهمه هدف از و چی کسای پیغمبرها سلام خود پیغمبر ما و تمام انبیا همه ایشان در دور ازمی کعبه شریف اینا طواف کردن. یا مثلا از چی را از هاجر مادر ما را اگر بفهمن که داود چی یک داستان و قصه است و چی موضوعی نهفته است، او را وقتی که انسان جمعی را تجربه میکنه و یک امیدواری برادم پیدا میشه می که چطور حضرت ابراهیم علیه السلام همسر خدا به همراه فرزند شیرخورش در اونجا میگذاره و اینجا امو توکل به خداوند و فرمانبرداری از امر پروردگاره که وقتی که درمون تو یک دشت خشک و در یک جایی که هیچ چیز نیست رها میکنه، ولی پروردگار اونا را چه قسم حمایت میکنه، نگهداری میکنه و آب زمزم زیر پایش روان میشه. این رو میبینه در وقتی که به طرف هر جایی که ما شما میریم. همین مسئله یکان دفعه در جایی که ما رفتیم هر کدامش وقتی که مطالعه میکردیم، مثلا مسجد قبلتین در اونجا یک داستان دیگه در اونجا نهفته است. در مثلا خود جایگاه قدمگاه حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی او رو میبینیم داود چی قصه در همه چیز اینمی کل از این موضوع رو وقتی که آدم میفهمه و مخصوصا وقتی که آدم میره به حج یک انسان با تقوا میشه و وقتی که اونجا میره با پروردگار خود تعهد میبنده و هر کسی که به حج میره بر از او امیسته که ما وقتی که به حج میرم خداوند تمام گناه های مرا مغفرت میکنه، میبخشه. و وقت است انسان وقتی که پس میاد بسیار متوجه خود میباشه که ما خو از طرف خداوند بخشیده شدیم. الله متعال بعد از این ما باید یعنی حج کردیم، روزهای دشوار گذشتاندم، در گرمی ها رفتم و تمام امو عظمت را که در حج میبینه بعد از او که بر میگرده اینمی انسان یعنی اگر پول هم داره، پیسه دارم اگر میباشه، یک آدم با تقوی است که اونمو پول خود به یک رای مصرف میکنه به فامیل خود، به مردم، به هر جایی که باشه یک انسان با تقوایی که حاجی است. یعنی خداوند نصیب همه ما این بکنه که وقتی که ما حج میکنیم، وقتی که برمیگردیم واقعا ما یک انسان با تقوایی باشیم و با تعهدی که با پروردگار خود در مو حجر الاسود وقتی که تعهد میکنیم و با پروردگار خود گفتیم وقتی که میریم که میگیم لبیک اللهم لبیک و اونجا برای خداوند یادآوری میکنیم، عذر میکنیم، دعا میکنیم، همه اینا چیزی میباشه که انسان وقتی برمیگرده او را انسان یعنی با تقوا میسازه. و شما دیده باشین در خود افغانستان در وطن ما در هر جای یک نفر که حج کرده وقتی که او یک کار خراب میکنه باز ببینین که چقدر مردم انتقاد میکنن او حاجی صاحب سایکو در بابای نزی مجلس کلان آدم چی کار کرد، یا مثلا بیبی حاجی سایکو که حج هم رفته حال امروز آمده این تو بی سیرت در مجلس می ببخشید. یعنی توقع ما از این میره که یک نفری که حج میکنه وقتی که بر میگرده یک انسان باید مصلح، یک آدم
با خدا ترس، آدم بسیار مهربان و صفات اسلامی در او باید پیدا شود و شخصیتش یک شخصیت یک مسلمان باشه. از او خاطر یعنی خود فرضیت حج از طرف پروردگار برای مسلمان ها یک کلان یعنی تغییر میاره بر انسان. علاوه بر از ما شما خو ظاهرا یکان دفعه شکایت میکنیم که مسلمان ها اونجا می باشن، یکی دیگر تیل و تنبه میکنن و اوگار میشین و مچمی میشه و میشه، در حالی که شما فکر کنید که در هر مراسم حج به تقریبا 2 میلیون 3 میلیون مثلا مسلمان ها و هر کدام با موسیقی مختلف، با مو کلچر و رسم و رواج ها و با دانش مختلف در اونجا زیاد جمع میشن و توقع ازی شما دارین که در بین همه قدر مردم با اینا همیشان باید مراسم در عین وقت انجام بدن. تو نیست یک مردم بگه یک تعداد خیر است ما می باشیم که باشه می تعداد برن خلاص شون، نه، همگی باید در طواف خود بکنن، همگی باید در یک وقت معین باز به طرف مزدلفه برن و به عرفات برن. اینمی خود ازی و فکر کنین که 2-3 میلیون نفوس در همین حالت چقدر اینجا یعنی تلفات یا مشکلاتی که باید خلق شود می باشه. نیست الحمدلله. یعنی کسایی که از دور حراس دارن، ما کسایی رو میشناسم در می خانواده ها خداوند مغفرتشان کنه که اونا پیسه دارن بودن و از هر جهت و یکان دفعه برشون میگفتم که مثلا بر شما اینا خو حج فرض شد چون نمیرین، والا میترسم من مراسم حج که سیر میکنم دو بیربارک اینا ما فکر میکنم که بسیار مشکل است تو اما یعنی علاقمندی در قلبشان نبود و حراس یا هر چیزی که بود، یا پیسه شاید به پولی که داشتن شاید پولی نبوده که با باید حج میشد، مردن و وفات شدن اما حج نتونستن نکردن. ولی کسایی هستن که اونا میبینید به چقدر مشکلات، به چی حالت، مخصوصا شما وقتی که در حج میرین حجاج افغانی رو میبینید یا حجاجی که مثلا از سودان از بعض ممالک دیگه که اینا یک گم را پول جمع کردن و به می آمدن که من برم یک دفعه حج کنم برای که من بخشیده میشم. هم کلانترین هدفی که برای یک حاجی میره اونجا زیادتر همیسته که اول فریضه الهی را انجام میده و دیگه ای که مرا خداوند میبخشه، گناههای من میبخشه. و در قدر نفری که به این تعدادی که در اونجا میرن و با مو عجله و با مو رقمی که اونا میباشن، یعنی وقتی کسی که میای از اونجا شکایت میکنه من فکر میکنم این بسیار بی‌انصافی است. شما برین در امی جایی که در اینجا یکان استادیوما و گیما و بازی‌ها و اونایی که میشه یک کمک کار بی‌نظمی که شما ببینید که چقدر تلفات میباشه، در حالی که در اونجا چقدر منظم، چقدر یعنی پیش از پیش همه چیز درست کردن، اما با وجود از هم یک نفر ببینید که یک کمک کار یک شور شود چیار میشه. اما الحمدلله در مراسم حج اینمی نیست. و دیگه ای که خود می ترس در دل انسان نمی باشه که شما وقتی که بعضی کسایی که هستن کسایی که اونا هم قضیات مسئله حج و مثلا چون خداوند خودش محبت همه اوامر خدا در قلب تمام ما شما پروردگار هم داشته باشه. کسایی که علاقمند نمی باشن و بعضی کسایی هستن که فرق میکنه به چی شکل اینا به حج میرن، ولی وقتی که انسان با مفهم و دانش و با آگاهی وقتی که به این مراسم میره باز وقت شما متوجه میشین که در اونجا انسان هیچ ترس نمی داشته باشه. هیچ کس نمی ترسه که والا من زیر پای نشم، والا من ایتو نشم، ده هیچ نرم ده اونجا ده اونمو بیرو بار باور کنید که حتی همین زنای پیرم بین مردم خدا بمیتون میزنه که من حج الاسود بتانم بهش دست بزنم. یک شور و یک علاقمندی، یک حالت دیگه می باشه و اینقدر تلفاتی که کس میگه باید تلفات به این اندازه راه بتر نیست الحمدلله در مسائل حج. خب اینا بخیر استاد آمدن تشریف آوردن. استاد من یکی از موضوعاتی را که در یک جای مطالعه کردم سر مسائل حج که البته از همه حکمت هایش ما نمیفهمیم، پروردگار بهتر میدانه. اونا میگفتن که نمی خود موضوع حج وقتی که یک انسان پیسه دار میشه و پولدار میشه و از هر جهت مسئولیت های خود انجام داده، زکات خود و همه چیز، خود همی پولدار شدن بعض اوقات انسان به طرف های دیگه کشانده میشه که کوشش میکنه که خوشگذرانی کنه و مثلا بسیاری کسا هستن در فکر عزیزن که 2 تا زن 3 تا 4 تا زن کنن، پیسه که زیاد شد، بعضی به یک فکر و اینمی خود موضوع ازی که حج باز فرض میشه، انسان میره در یک مرحله در یک جای میره در یک مراسم شرکت میکنه و
یک فریضه را انجام میده که انسان با تقوا میسازه و یک انسان اصلاح میکنه که امو دارایی و چیزی که است او را به طرف گمراهی نکشانه. یعنی بعد از یک آدمی باشه که او متوجه باشه. دیگه در این قسمت هم انشالله از شما میشنویم. یک موضوع دیگه بود که باشین، موضوعی را که شما یادآوری کردین که کسایی که پیر میشن و سنایشان بسیار کلان میشه، یک موضوع را ما متوجه شدیم در همین فامیلا و دوستای ما. باور کنین که دو نفر، یعنی دو خانواده را، اینا پدرای خود یک زمانی به حج روان کردن که اینا پدرشان الزایمر داشت، یعنی فراموش نمی حتی پس که آمده بودن خنده میکردن، میگفتن پدرم آمده فلان جا برده بودم در مثلا مراسم، پرسان میکرد که چی گپ است، مردم چرا کلش این طرف میرن. هیچ نمیفهمیدن که اینا به حج آمدن. یا مثلا در بسیاری جایا مانده میشن، میگه مرا بس است دیگه من نمیرم. یعنی اقماطل میشیم تا زمانی که فکر میکنیم که نمی مریض است، وقت مرگش از بیا که ما یک دفعه حج ببرم، که باز اگه فوت شد خونه فوت میشه. مقصد حج سرش یک حج بره و بیخبر بیچاره از دنیا، اونم اونجا میره و پس میه نمیفهمه که چرا رفته بود. پرسانم که میکنه میگه الله یک جای رفته بود، یک بیربار بود که یا خدا دیگه. انشالله سر از هم یکی به وقت باید بکنیم و پدرای خدا هر کس را اگه میخواییم بفرمایید استاد. بله، همونطوری که خدمت شما عرض کردم، حج رو، همه عبادت رو انسان ها باید و ما مسلمانان در وقتی انجام بدهیم که از این عبادت استفاده بکنیم. یک روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد مسجد شدن، دیدن که یک ریسمانی بین دو تا ستون بسته شده است. گفتن که این از کی است؟ فکر کنم از ام المؤمنین زینب بود که بسیار عبادت گذار و نماز شب میخواندن و عبادت میکردن. خب چرا این رو در اینجا بسته بوده؟ وقتی که شب وقتی عبادت میکنه، وقتی که مثلا نماز میخوانه، خستگی میشه، به این ریسمان خودش رو به اصطلاح تکیه میکنه یا آویزان میکنه. گفتن بردارید این رو. عبادت رو انسان باید در حالت نشاط انجام بدهد. نشاط یعنی چی؟ یعنی سرحالی. انسان باید بفهمه که چی میکنه، چی میگه و از این عبادتش باید لذت ببره. نه اینکه بعضیا فکر میکنن این حج حالا یک فرضی هست، هر طوری شده در هر حالتی باید من این رو انجام بدم. هدف از اسلام این نیست، هدف از عبادت ها این نیست. هدف این است که ما از این عبادت استفاده بکنیم، از این عبادت لذت ببریم، از دروسی که وجود دارد استفاده اعظمی رو انجام بدهیم. مسئله دیگری که ذکر فرمودید، قضیه که بعضیا حج میرن، بعد از حج که برگشتن والله مردم بسیار بی تربیت بودن، بد اخلاق بودن، مراعات نمی کردن، شلوغ بود، فلان بود، این بود. ببینید عبادت های ما از نگاه اجتماعی، همه اینها یک سری درس ها رو برای ما میخواد الله سبحانه و تعالی از طریق این عبادت ها بیان بکند و این رو به عنوان نظام و قانون برای ما و در وجود ما قرار بدهد. به طور مثال امروز همه تعریف میکنن که در غرب، در اروپا، در آمریکا مردم وقت شناس هستن. هر کاری رو سر وقت انجام میدن. مثلا 8 ساعت کار میکنن، به مجردی که 8 ساعت تکمیل شد کار تعطیل، میرن به دنبال بقیه امور زندگی خودشان. اگر وعده کردن سر وعده خودشان رأس ساعت حاضر میشون. اگر شما در یک اداره برید یک اپایمنتی بگیرید، رأس ساعت بعد اونجا باشید. اگر 1 دقیقه 2 دقیقه تاخیر کردید کنسل میکنن، بعد دوباره برید اپایمنت بگیرید. این وقت شناسی رو الله سبحانه و تعالی توسط همه این عبادت‌هایی که ما انجام میدیم میخواد در وجود ما نهادینه بکند. ما متوجه نیستیم، ما استفاده نمی کنیم. به طور مثال اگر 1 ثانیه قبل از اذان مغرب روزهتان رو خوردید، آیا روزه اون روز شما درست است؟ نه. 1 ثانیه بعد از اذان صبح اگر به اصطلاح روزهتان رو خوردید، یک لیوان آبی خوردید، آیا روزه شما درست است؟ پس روزه ما مقید به وقت است. روزه به ما میخواد بگید که وقت شناس باش، رأس ثانیه باید عمل خود را انجام بدهی. روزه میخواد به ما بگوید که در بقیه امور زندگی خودت هم ثانیه زندگیت رو در نظر بگیر. برنامه زندگیت رو نه بر اساس ساعت، نه بر اساس دقیقه، بر اساس ثانیه تنظیم بکن. نماز، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا.
کتاب موقوت یعنی چی؟ رأس وقتش، ساعتش بر شما فرض شده است. الله متعال توسط این عبادتی که رأس ساعت بر ما فرض شده است میخواهد به ما بگوید که وقت شناس باش، زندگی خودت را، اوقات خودت را تنظیم بکن. چرا؟ بعد از این که ما از دنیا رفتیم رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح میفرمایند که هنوز انسان گام بر نداشته است در صحرای محشر که از 5 چیز از او سوال می شود. یکی از این 5 چیز میفهمید چی است؟ وقت خود را در چه گذراندی؟ جوانیت را در چه گذراندی؟ صحتمندیت را در چه گذراندی؟ یعنی آیا از اوقات زندگیت به درستی استفاده کردی؟ حج، در حج بزرگترین درس وقت شناسی است برای ما. شما در عرفات وایستادید، 1 ثانیه قبل از اذان مغرب اگر از صحرای عرفات خارج شدید، کل خرج و مصرف و 1 ماهی که در اونجا بودید، حجی که کردید، طوافی که کردید، بعد از اون برید 100 تا گوسفندم قربانی بکنید، بعد از اون برید هر کاری که دوست دارید انجام بدهید، حج شما باطل است. سال آینده بعد دوباره حج بکنید. بعضی از امور هست در حج که می شود با 1 گوسفند ذبح کردن انسان تلافی بکند، با صدقه دادن تلافی بکند. اما اگر 1 ثانیه قبل از مغرب شما برآمدید از صحرای عرفات خارج شدید، حجتان باطل است. چون عرفات، الحج و عرفه، رکن اساسی حج عرفه است. مانند نماز که شما اگر قبل از سلام دادن اگر از نماز خارج شدید، نمازتان باطل است، دوباره باید نمازتان را اعاده بکنید. رأس ساعت ما باید از عرفات خارج بشیم. رأس ساعت، رأس یک وقت معینی باید جمرات رو بزنیم. روزهای معینی است برای جمره زدن، برای قربانی کردن. همه امور زندگی ما رو توسط عبادت ها الله سبحانه و تعالی بر اساس وقت تنظیم می کند. اما چون ما این عبادت ها رو از جان و دل انجام نمی دهیم، به عنوان عبادت نه بلکه به عنوان عادت انجام می دهیم، اینها تأثیری در زندگی ما نمی کند. مسلمان هست همه عبادت ها رو سر وقت انجام میداد، اما بعد خلافترین، بی برنامه ترین کسی که اصلا به وقت و ساعت و زمان و اینا اهمیت نمیداد این شخص است. چرا؟ چون این عبادت ها رو به عنوان عبادت نه به عنوان عادت انجام داده، از فلسفه و از اهداف و از درس های این عبادت ها آگاهی ندارد. یکی از مشکلات دیگر مسئله چی است؟ که در حج خب از کشورهای مختلف میان، از جنسیت‌های مختلف میان، از یکی از یک دهی آمده که اصلا در زندگی خودش غیر از اون سرویسی که از قریه اینا رو روز 1 بار میبرده تا شهر و شب برمیگردانده، دیگه موتر ندیده، ماشین ندیده. باور کنید من انسانایی دیدم که در کنار خیابان وایساده بودن، وقتی که موترها را میگذاشتن میترسیدن، عقب میرفتن. در زندگیش موتر ندیده. وجود این همه انسان‌ها در اینجا، اخلاق‌های مختلف، انسان‌های عصبی، انسان‌های بد اخلاق، انسان‌های خوش اخلاق، انسان‌های با فرهنگ، انسان‌های بی فرهنگ، انسان‌های عالم، انسان‌های جاهل، انسان‌های شهردیده و متمدن، انسان‌های عقب مانده و روستایی، جمع شدن همه اینها در یک مکان طبیعتاً که یک سری عکس‌العمل‌ها و یک سری برخوردهایی رو به بار میاد. اینجا بزرگترین مدرسه اخلاق است که اگر یک حاجی به سرعت آمد از کنار تو رد شد، به تو یک شانه زد، نه اینکه برگردی هر چه از ذهنت میاد به او بگویی، بلکه در اینجا الله متعال تو رو داره تجربه میکنه، امتحان میکنه. صبر میکنی، تحمل میکنی، اگر برگشت از تو معذرت خواست معذرتش رو قبول میکنی. این خودش یک مدرسه است که انسان در بین انسان‌هایی که با اخلاق‌های مختلف، با روش‌های مختلف بزرگ شدن قرار می‌گیره. در اینجا درس صبر و تحمل و اخلاق و بردباری رو باید در اینجا امتحان پس بده به الله سبحانه و تعالی. این یکی از درس‌های بزرگی است که الله سبحانه و تعالی می‌خواد توسط این مراسم به ما یاد بدهد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که
خیارکم احسنکم اخلاقا، بهترین شما کسی است که خوش اخلاق ترین شما باشد. در حدیث دیگر میفرماید نزدیکترین شما به مجلس من، به خانه من، به قصر من، به اون جایی که من در بهش زندگی میکنم، نزدیکترین شما کسی است که خوش اخلاق ترین شما باشد. خوش اخلاقی یعنی چی؟ یعنی صبر، یعنی تحمل، یعنی بردباری، یعنی احسان. یک روزی در همین مدینه منوره داشتم رانندگی میکردم، یک کسی آمد، خلاصه من متوجه نشدم، شاید اشتباه از من بود، طوری قرار گرفت که یعنی من جلوی ماشین این آمدم، اعصابش خراب شد، شروع کرد از سر و صدا کردن. یک کمی جلوتر که رفتیم سرعتش رو کم کرد، شیشه رو آورد پایین، خدا میدونه که میخواست چی بگه. منم شیشه رو آوردم پایین، یک لبخندی زدم، گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، من معذرت میخوام، غفر الله لی و لک و لوالدینا، خداوند پدر و مادر من و تو رو بیامرزه، من معذرت میخوام. یک تبسمی کردم. این طرف جلوتر رفت وایستاد. حقیقتا یک کمی ترسیدم، گفتم الان پیاده میشه، خلاصه یک دسته بیری چوبی چیزی رو میگیره دیگه، شروع میکنه به جنگ کردن. آمد به طرف من، منم از ماشین پیاده شدم، باور کنید آمد منو در آغوش گرفت، از پیشانیم بوسید، گفت دعا بکن که خداوند این صبر و تحمل تو رو به منم بده. گاهی اوقات این برخورد ما، اخلاق ما با دیگران سبب هدایت مردم میشه. یک کسی در حج به شما فحش داد، توهین کرد، سر و صدا کرد، تبسم کن، بخند، زبانشو نمیفهمی برو پیشانیشو ببوس، بگو حج حج حج، بگو هیچ چیزی که بلد نیستی حج بگو، یعنی بهش یادآوری بکن که تو در حج هستی. شما نمیدانید این اخلاق شاید زندگی این طرف رو از این رو به این رو بکنه، این موقف رو در زندگی خودش فراموش نکنه که من به یک نفری فحش دادم، توهین کردم، اهانت کردم، اون آمد با من این برخورد رو کرد. پس این یک مدرسه است و انسان در این مدرسه باید این درس ها رو یاد بگیره. به همین دلیل است که الله سبحانه و تعالی به ما چی میگه؟ الحج اشهر معلومات، حج در ماهای معلومی هست. فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کسی که الله سبحانه و تعالی حج رو به او فرض کرده، در حج گناه نمیکنه، در حج مسائل جنسی رو انجام نمیده، جدال نمیکنه، جنگ نمیکنه، اعمال نیک انجام میده. به خاطر همین است که بعد از اینکه حج کردی، الله سبحانه و تعالی توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما این مژده رو میده که کسی که حج بکنه و فسق و فسوق نکنه، فحش نده، کسی رو توهین نکنه، به کسی اهانت نکنه، گناهی انجام نده، مانند روزی که از مادرش به دنیا آمده متولد میشه. نکته که شما فرمودین واقعا این یکی از درس‌های بزرگ حج است که الله سبحانه و تعالی انسان وقتی که ان الانسان لا یطغی، انسان طغیان میکنه، ان رها استغنا، وقتی که به حالت استغنا میرسه، ثروتمند میشه، بی‌نیاز میشه، انسان طبیعت بشر اینطوری است، انسان طغیان میکنه، تکبر میکنه، خودش رو میبینه، فکر میکنه از همه بالاتر است. در حج میره، در صحرای عرفات خسته میشه، میخوابه، طرف آجی میان رد میشن، پایشو با لگد میزنه، از بغلش رد میشه، یکی لباس احرامشو کثیف میکنه. همه اینها میخواد تو رو از اون غرور و تکبری که داشتی بیاره پایین، بگه که عاقبتت اینجاست، در این خاک، نه پولت، نه ثروتت، نه امکاناتت. اگر شما همین انسان رو در زندگی عادیش، مثلا در آمریکا، در اروپا یا در افریقا، در هر جای دیگه بگید بالای چشم تبروز، شاید که با مشت لگد طرف رو خورد بکنه، اما در اونجا هر اتفاقی که میفته این انسان بنابر اگر حجش واقعا حج به خاطر الله باشه، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج باشه، این انسان تحمل میکنه، صبر میکنه و این خود به خود این غرور و تکبری که در وجودش ایجاد شده رو میشکنه. مثلا شما میرید پیش روانشناس، میگه که مثبت اندیش باش. یعنی چی؟ به چیزهای مثبت فکر بکن. شما هم در حج وقتی که میرید، همین چیزهای مثبتی که در
زندگی انسان به عنوان فضایل اخلاقی الله سبحانه و تعالی قرار داده، اینها رو تجربه میکنید، برای خودتان تلقین میکنید و طبیعتا این بر انسان و بر زندگی انسان تأثیر خواهد گذاشت. و همونطوری که گفتم این مدرسه باید برای ما مدرسه انضباط باشه. ما شکایت میکنیم از این که در حج مردم بی برنامه هستن، مردم هر کس به هر طرف میره. باور به خدا بکنید خواهر گرامی، شما رفتید دیدید، اگر به این تابلوهایی که به فارسی، به عربی، به انگلیسی، به آلمانی، به فرانسوی، حتی به اردو، حتی به چینی، به اندونزی، به زبانهای مختلف نوشته شده، مردم به همین ارشاداتی که در اونجا هست عمل بکنن، نه شلوغ میشه، نه گیر و بار میشه، نه کسی زیر دست و پا میشه، نه کسی اذیت میشه. منتها مشکل این است که این نظم و انضباط رو که در حج باید وجود داشته باشه ما مراعات نمی کنیم. بعد از اون گناه رو میندازیم به گردن حج که بالا در حج این بود، در حج این بود. در حج این نبود، در ما این بی نظمی و بی برنامگی بود. و این یکی از درس‌هایی است که، یکی از پیام‌هایی است که حج به ما میده. سختی و به اصطلاح مشکلات رو انسان باید تحمل بکنه. طرف میاد اعصابش خراب، چی است؟ والا یک نان صحیح برای خوردن پیدا نکردیم. این یک مدرسه است. 3 میلیون نفر در منا، در مزدلفه، در عرفات جمع میشن در یک منطقه کوتاه. بعد بعضی از زمینایی که شکایت میکنن، بعد اینم میندازن گردن اسلام و مسلمانا. والله این مسلمانا بی نظمن، این مسلمانا بی فرهنگن، این مسلمانا این طرفن اون طرفن. ما نظمتان را، فرهنگتان را، تمدنتان را در دوره کرونا دیدیم که در کالیفرنیا و در واشنگتن و در لس آنجلس به خاطر کاغذ تشناب چند نفر زیر دست و پا شدن. خواهر گرامی شاید شما فیلماشو دیده باشید. به خاطر کاغذ تشناب زیر دست و پا شدن. یک مغازه‌ای، یک جایی، یک اتفاقی میفته، یک مثلا 2 تیم فوتبال بین هم دیگه بازی میکنن، بین هوادارای اینها یک درگیری رخ میده، چند تا سوپرمارکت چور میشه. خواهر گرامی دیدید فیلماشو شما؟ بله بیشتر من یادآوری کردم که چی حالت رخ میده. بعد میبینیم این فرهنگی که اونا از اون دم میزنن. ما دین ما مشکل در دین نیست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که از در مسلمانی ماست. اسلام به ما میگه منظم باش، اسلام به ما میگه مرتب باش، اسلام به ما میگه که زندگی خودت رو تنظیم بکن. وقتی که ما بی برنامه ایم، وقتی ما مراعات نمی کنیم، پس نباید به گردن مسلمان و اسلام بیاندازیم. وانگهی باید این صبر و تحمل رو تو باید تجربه بکنی. امروز 2 میلیون نفر در غزه نان خوردن پیدا نمی کنن. خواهر گرامی چند روز پیش کلیپ رو دیدم، مردم گوشت سنگ پشت می خوردن، گوشت گربه یا پشک، گوشت سگ، گوشت، یعنی خلاصه چیزی که خوردنی باشه در بعضی از مناطق غزه مردم مجبورن بخورن. جناب عالی در حج رفته، من دیدم، باور کنید صحنه‌ای رو دیدم که مثلا در یک خیمه‌ای که حجاج فلان کشور بود، غذای چاشت اینا 1.5 ساعت تأخیر شده بود. سرک ها شلوغ است، ترافیک است، هزار یک مشکلات است. یک وضعی رو انداخته بودن در پیش روی محل توزیع غذا. حجاج از یک کشور بسیار متمدن و پیشرفته هم آمده بودن، غال مغال راه انداختن که چرا غذای ما دیر شد. تو که صبر و تحمل نداشتی چرا به حج آمدی؟ این حج میخواد به تو صبر و تحمل رو یاد بده، که صبر داشته باش، تحمل داشته باش در سختی ها، در مشقت ها. باور بکنید خواهر گرامی، آخرین حجی که انجام دادیم با یکی از دوستان پیاده برمیگشتیم از عرفات به طرف مزدلفه. از اونجا شب رو گذراندیم، صبح به طرف منا که می آمدیم شاید 2 کیلومتر 3 کیلومتر را پیاده رفتیم. باور کنید لذت یک لیوان چای رو که یک انسان خیری اونجا برای مردم چای توزیع میکرد، لذت اون یک لیوان یا یک پیاله چای رو که در اونجا خوردم در زندگی این گونه چای لذت نداده بود. یا یک تیکه نانی که در اونجا پیدا میکنید به خاطر مثلا غذایی، به خاطر صبحانه یا به خاطر چاشتی، به خاطر شبی.
باید این صبر و تحمل رو در مشقت ها و سختی ها مسلمان داشته باشد. مسلمان نباید نازدانه باشد. همین نازدانگی ما، همین تنبلی ما سبب بدبختی ما شده است. امروز مردم کیف میکنن از پیشرفت اروپا و آمریکا. آیا در شروع انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکا مردم اروپا و آمریکا 24 ساعت کار نمیکردن؟ زن و مردشان کار نمیکردن؟ چقدر سختی و مشکلات را ندیدن که امروز به این رفاه و آسایش رسیدن؟ من در یکی از برنامه گفتم اگر ما در افغانستان خود ما شب و روز کار بکنیم، 7 روز هفته کار بکنیم، هیچ تعطیلات رسمی و غیر رسمی هم نداشته باشیم، شاید 50 سال بعد به اندازه ژاپن پیشرفت بکنیم. شاید. خب اونا زحمت کشیدن کار کردن و الله متعال چی میگه؟ لیس للانسان الا ما سعی. نیست برای انسان غیر از آنچه که برایش سعی و تلاش کرد. سعی و تلاش کردی در این دنیا، کافر هستی، یهود هستی، مسلمان هستی، بودایی هستی، بت پرست هستی، مشرک هستی، به اندازه سعی و تلاشت الله متعال میده. تو نه که فکر بکنی که چون که تو مسلمان هستی در خانه بشینی، در گوشه مسجد بشینی، الله از آسمان برای تو یک بوجی پول یا طلا و جواهرات میفرسته. نه، هرگز اینطوری نیست. هر کس به اندازه سعی و تلاشش، آن کافری که حتی لایق باشد، بیدین باشد، سعی و تلاش بکند، در این دنیا نتیجهش را میبیند. مادی باشد، هر منصب باشد، هر چی باشد. پس ما باید در حج صبر و تحمل داشته باشیم. بزرگترین درس تربیتی حج وحدت و همبستگی است. چرا همه ما در حج یک شعار میدیم، به یک زبان و یک شعار فقط، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. این شعار به معنی این است که هدف این است که ما باید همان گونه که آفریقایی، اروپایی، از 5 قاره 6 قاره دنیا، از همه کشورهای دنیا بلا استثناء در حج همه یک شعار میدن. الله متعال میخواد بگید که شما یک امت هستید، شعار شما یکیست. نجات پرست نباشید، قوم پرست نباشید، وطن پرست نباشید، رنگ و بو پرست نباشید، الله پرست باشید. امروز یک سری به این صفات اجتماعی افغان ها بزنید. پشتون ها این کارو کردن، هزاره ها اینطوری هن. اون روز یکی آدم فهمیدی یک مقاله طویل و عریض نوشته که هزاره ها از نسل چنگیز خان هستن. خب الان تو ثابت کردی که هزاره ها از نسل چنگیز خان هستن، اما بعد والله همان هزاره مسلمان موحد یکتا پرست با تقوا از تو و جد و آبادت و قوم و قبیله در نزد الله سبحانه و تعالی نزدیکتر است، اگر متقی و موحد باشد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یکی یک مقاله نوشته والا زبان پشتو هیچ فرهنگی ندارد و نمیدونم دستور زبان ندارد و فلان ندارد و پت خزانه دروغ است و فلان است. خب اما بعد یعنی چی رو میخوای ثابت بکنی؟ یا این زبان و ادبیات فارسی این است و فلان است، این است، اون که آمده عرب ها اینطوری هستن، اینی آمده که نمیدونم تاجیک ها اینطوری هستن. برادر خواهر عزیز، تویی که حتی حجم رفتی، در حج همه این ملیت ها، همه این نژاد ها، همه این قوم ها یک شعار دارن، لبیک اللهم لبیک. این شعار هدفش چی است؟ به تو میخواد بگوید که همه شما یکی هستین. این امتکم امتا واحده، این یک امت است. شما پیرو یک دین هستید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین حج، در روز عرفه، در خطبه عرفه بلند شدن. چی گفتن؟ هیچ سفیدی بر هیچ سیاهی، هیچ سیاهی بر هیچ سفیدی، هیچ سرخ پوستی بر هیچ سفید پوستی، هیچ کس بر هیچ کس، عربی بر عجبی، عجبی بر عربی، هیچ کس بر هیچ کس برتری ندارد مگر به تقوا. اساس برتری تقوا و پرهیزگاری است. در همین حج، در همین روز عرفه، جزء مهم خطبه رسول الله صلی الله علیه و سلم، نصیحتی که در آخرین حجشان انجام دادن، استوصوا بالنساء خیرا، به زن وصیت میکنم که در مورد زنها نیک عمل بکنید،
با خیر و با رحمت و با مودت و رحمت برخورد بکنیم. امروز بیشترین توهین و اهانت ها در جوامع اسلامی به زنها میشه. مردم اینم به حساب کی می نویسن؟ به حساب اسلام، در حالی که وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز حج چی است؟ با زنها به نیکی برخورد بکنید. وصیت دوم چیه؟ با زیر دستان خودتان به نیکی برخورد بکنید. کارگرت هست، فرزندت هست، همسرت هست، هر کسی که زیر دست تو است، با او به نیکی رفتار بکنید. و این مساوات و عدالتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن که هیچ کس بر هیچ کس برتری ندارد. امروز طرف ما سید هستیم از همه برتریم، او یکی میگه ما پشتون هستیم از فلان برتریم، این تاجیک هستیم ما از فلان برتریم، من ایرانی هستم از افغانی برترم، او افغانی است از فلانی برتر است. اگر مسلمانیم این برتری ها هیچ ارزشی ندارد. همه اینها زیر پای یک انسان مسلمان باید باشد. این بزرگترین درسی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حج و در همه عبادات برای ما بیان کردند. یکی از درس‌های دیگر در حج درس تربیت وجدانی و اخلاقی است. شاید در حج کیف پولی رو پیدا بکنیم، شاید در حج زنهای زیبایی رو ببینی، شاید در حج مسائل رو ببینی که تو رو تحریک بکنه به این که به اون طرف توجه بکنی. انسانی که در اونجا ضمیرش، وجدانش، روحش، روانش با اسلام صیقل یافته باشد، چشم خود را میبندد، چشم چران نمی باشد، به مال مردم، به دارایی مردم، به داشته‌های مردم چشم نمی دوزد. و شما میدانید که یکی از مسائلی که در حج است، یعنی حتی زنهایی که نقاب هم دارن در حج صورتشان باز است در وقت طواف. و چه بسا مسلمانانی هستند، انسانهایی هستند که الله سبحانه و تعالی به اونها هیچ بهره‌ای از دین و از اخلاق و از وجدان و از ضمیر نداده، در حرم، حتی در داخل حرم مشغول چشم چرانی هستند. یکی از بفرمایید استاد. اینجا یکی از برادرها، چون شاید در شروع برنامه با همراه ما نبودن، به نام برادر نثار احمدی، اونا نوشته کردن که سلام و احترام و گفتن که حجاج کشورهای اسلامی مناسک حج را تحریم کنند و یوازن که پولای حجاج به مصرف کشورهای مصیبت زده اسلامی و فلسطین برسد. پولای حجاج به جیب ظالمترین انسانهای جهان و دشمن مسلمین ترامپ میزبان کشورهای قطر چطور چیکار همون شکایت کردن. البته برادر ما برنامه را باز اگر شما دوباره ببینین در این مورد استاد صحبت کردن که مراسم بازم تکرار میکنیم، مشکل نیست، بازم تکرار میکنیم که برادر ما در دلشون چیزی نماند. برادر عزیز، رسول الله صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه به خاطر حج رفته بودن، به خاطر حج عمره رفته بودن به مکه مکرمه. در مکه مکرمه خلافت اسلامی نبود، حکومت اسلامی هم نبود، جمهوری اسلامی هم نبود، امارات اسلامی هم نبود. در مکه ابو سفیان حکومت میکرد، در مکه سران کفر و شرک حکومت میکردن، در داخل کعبه بیش از 360 بت گذاشته بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم این عبادت را انجام دادن. امروز شما به چه حقی میگید که رکن پنجم اسلام را انجام ندهید، تحریم بکنید؟ الله متعال میگه که ما حج رو برای امت اسلامی فرض قرار دادیم، شما میگید که تحریم بکنید. یعنی چی؟ چرا تحریم بکنیم؟ خب پیامبرم باید حج نمیرفت، چون که پول پیامبر اونجا خرج و مصرف، که پیامبر از کجا نان میخورد؟ خب از مشرکین نان میخرید میخورد، در خانه های اونا زندگی میکرد، کرایه خانه رو با اونا میداد. خب پیامبر میگفت که حج نروید، چون که در مکه ابو سفیانی که مشرک بود در اون وقت حکومت میکرد. این چه منطقی است؟ این چه عقلی است که ما داریم؟ وانگهی آیا عربستان سعودی نیازی به پول حجاج دارد؟ یک کمی عاقلانه فکر بکنید. صادرات یک روز نفت عربستان سعودی بیشتر از درآمد 3 میلیون حاجی است که در اونجا خرج میکنن. وانگهی الله متعال شاهد است که من در حج شرکت کردم، حتی در تنظیم امور حجاج در اینها سالها فعالیت داشتم. کل پولی که شما به حکومت عربستان سعودی بابت حج میدهید تقریبا چیزی در حدود $300 است.
اونم مصرف چی است؟ مصرف مواصلات، این اتوبوسایی که شما را از میدان میبرد تا مکه و مدینه و مزدلفه و عرفات و اینها. بقیه این پول ها به جیب وزارت حج و اوقاف خود کشورها می رود. والله خواهر گرامی، مصرف حاجی بیشتر از $1000 نیست. امروز اگر هر حکومتی بیشتر از این پول میگیرد، این حکومت پول رو به جیب خودشان میزنند. شما ببینید مصرف یک حاجی در زمان جمهوریت چقدر میشد، در زمان امارت اسلامی چقدر میشه؟ تقریبا نصف شده. چرا؟ به این معنی است که در حکومت جمهوری نصف پول حجاج را وزیر حج و اوقاف میدزدید. در همین حکومت کرزی مسئله ای رو که من خودم شاهدش بودم، صدیق چکری بود فکر کنم وزیر حج و اوقاف، بگذاریم که اسمش هم ذکر بکنیم، فکر کنم وزیر حج و اوقاف، میلیون ها دلار پول حجاج بیت الله الحرام رو رئیس بیسه حج افغانستان در مدینه و رئیس بیسه حج افغانستان در مکه دزدیدن. رئیس بیسه حج افغانستان در مدینه در زندان در کابل جان داد، سرطان گرفت، مرد. پولایی هم که در بانک داشت همه ماند. و رئیس بیسه حجشان در مکه در همین نزدیکای جبل سراج در این مناطق از یک کوتلی موترش افتاد و خودش و خانوادهش و فرزندانش همه مردن. یکی از دوستان سعودی میگفت که چند میلیون ریال پولی که از حجاج دزدی کرده بودن، دقیقاً بگم در سال 2009 بود یا 2010 بود، دزدی کرده بودن. پولها در بانک عربستان سعودی مانده است، وارث نیست که بیای بگیره. زنش هم مرده، فرزندانش هم مرده. خود صدیق چکری هم فرار کرد رفت به اروپا. برادر عزیز، دزدی در خود همین حکومت هاست که 2 برابر 3 برابر پول میگیرن از حاجی‌ها. یعنی انسان باید یک کمی عاقلانه بسنجه این مسائل رو. امروز من در شروع صحبت‌ها گفتم اگر اصلا در عربستان سعودی یک حکومت کفری حاکم می بود، کفر می بود، اصلا یهودی نصرانی می بود، شما حج نمی رفتی؟ حج بیت الله الحرام را الله برای تو فرض کرده است که اگر استطاعت داری برو حج بیت الله. به این که چه کس در اونجا حکومت میکند، به تو چه؟ خدا کنه که هر گبر و ترسایی در اونجا حکومت، تو حج تو انجام بده. الله شرط نگذاشته در قرآن کریم که والله اگر در مکه حکومت باب دل شما نبود شما نروید حج. این عبادت است. الان مثلا روزه رو در آمریکا هم هستی روزه میگیری، در اروپا هم هستی روزه میگیری، در سعودی هم باشی روزه میگیری، در مکه و مدینه هم باشی روزه میگیری. نه والله من در آمریکا هستم در اینجا روزه نمیگیرم. این که نشد حرف. اگر تو میگی که پولی که ما در اونجا خرج میکنیم، خرج و خوراک و هتل و فلان، اینم به جیب آل سعود میره که مثلا به صهیونیست‌ها با آمریکا کمک میکنن این پول شما رو. پس این زندگی که شما الان در آمریکا داری، از این سوپرمارکتایی که خرید میکنی، تکسی که به حکومت آمریکا میدی، این تکسی که تو الان 30% که داری در آمریکا میدی، این تکس رو حکومت ترامپ برای پسرخاله و پسرعمه تو که در افغانستان نمیفرسته. این تکس رو سلاح به اسرائیل میفرسته. تو هستی که در قتل مردم فلسطین داری با حکومت اگر در آمریکا داری زندگی میکنی، تو داری کمک میکنی. اگر بر اساس منطق شما هر مسلمانی که امروز در اروپا و آمریکا 20% 30% تکس میده به این حکومت ها، این حکومت ها با این تکس شما سلاح میگیرن برای اسرائیل میفرستن، اسرائیل فلسطینیا رو میکشه. قرار است اگر حساب چیز بکنیم اینطوری بعد پس شما هم شریک هستی در قتل مردم فلسطین. چه منطقی است که ما فرض رو رها بکنیم، رکن اسلام رو رها بکنیم، کعبه رو برای فلان و علان رها بکنیم، مکه و مدینه رو برای فلان و علان رها بکنیم به خاطر که والا در اونجا این حاکم است اون حاکم است؟ این که منطق نیست، دین نیست این برادر عزیز. ثانیاً این همه دل شما به فقرا و مستمندان میسوزه، برید یک مقاله بنویسید که مردم از کریسمس تجلیل نکنن. پولی که در خرج آتش بازی که من در شروع برنامه ذکر کردم، بیش از در امین کریسمس سال 2025 میلادی بیش از 152 میلیارد دلار پول خرج آتش بازی و درخت کریسمس شده. 152 میلیارد دلار رو اگر خرج آفریقا و جنوب آسیا بکنن، یک انسان فقیر در این منطقه نمیمانه. چسبیدید به حج که حج نروید. چرا نمیگید که مراسم کریسمس رو نرید؟ چرا نمیگید که درخت کریسمس رو درست نکنید؟ بغیر از اون استاد گرامی بسیاری اشعار که هستنی، مثلا بسیاری شعرهایی است که قدر در بین مردم سوشال میدیا و اینجا که
به کجا میروی و کنه حج هم اینجاست و خانه خدا هم اینجاست و از هزاران حج یک دل بهتر است. این آن غلط اختلال. کرده هر کسی گفته. هر کسی که همین شعر رو گفته یک انسان احمق بوده گفته. هر شاعری که باشه، حالا در هر درجه‌ای که قرار داشته باشه، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کی گفته یک دل از هزاران کعبه بهتر است؟ درست است. حدیث صحیح این است که حرمت یک مسلمان در نزد الله سبحانه و تعالی از حرمت کعبه بالاتر است. حج نروید به فقیر بدید. بگو دبی نروید به فقیر بدید، ترکیه نروید به فقیر بدید، اروپا و آمریکا عیاشی نکنید به فقیر بدید، رقاصخانه و شرابخانه نروید به فقیر بدید. در یک هتلی در همین کابلی که مردم ما 2 کیلومتر رو طرفتر مردم نان خوردن ندارن، هتل هایی وجود دارد. شما یعنی میدانید که یک شبش کم از کم $20,000 خرج میشه، $30,000 خرج میشه برای یک عروسی. چرا جلوی او رو نمیگیرید که آقا شما مثلا آقای عزیزی رئیس کامیر ماه گذشته $800 میلیون برای یک مؤسسه خارجی کمک کرد. یا خب یخن آقای عزیزی رو بگیرید که $800 میلیون رو برای یک مؤسسه خارجی دادن، چرا برای فقرای افغانستان نداد؟ یعنی نمیدونم که به عقل بعضی از مردم در کجا است. یعنی خب متاسفانه امی خود پیشتر من گفتم که می هدف از این سفر حج و یکی چقدر در انسان تغییر میره. فکر میم تا زمانی که کسی تجربه نکنه او هم تجربه با فهم درست از حج تجربه نکرده باشه، برای از او مردم بسیار بی‌معناست که یعنی راستی رفتن اونجا حج دو بیربار باز اونجا برو پس بیا. و یک چیز دیگه هم که میخواستم شما کمک سر از او اگر صحبت کنین که موضوع توفه آوردن و از حج برگشتن که وقتی میان اینا یک کسی اینجا یادآوری کرده که در حج که شما میرین چقدر اونجا چیزایی که میخرین از حج تسبیح و جای نماز و نمیفهمین آن کلش در اینجا یافت میشه، پیدا میشه. ما از تجربه خود باور کنین استاد، ما وقتی که در یعنی حج رفتیم یکی خویست که امو چیزا درست است که اینجا پیدا میشه. یکان خوارای ما بود که مثلا 10 دانه جای نماز میخرید که امو بکسش پر از جای نماز میشد. از طرف دیگه ما دمو جایی که مالای یا شرکت هایی که بودن که ما وقتی میرفتیم اونجا خرید میکردیم یکان چیزایی را که بر توفه چیز. شما باور کنین که یعنی تقریبا اگر بگیم 50% در امو زمان امو دکانداران افغان ها بودن یا مثلا کسای دیگه بودن. خو اینا خو پولی نیست که به جیب کدام کس دیگه میره. نمی ایام و یعنی وقتایی می باشه که نمی مردم منتظر هستن وقتی که مردم میرن یک تجارت میکنن و خود مسئله تجارت یا یک کسی که اونجا میره یک چیز میخره این در اسلام یعنی کدام مشکلی نیست که میگن که شما میرین اونجا باز میایین طلا میخرین امرایتان میارین که ما چه میاریم. امیر هم یک کمک امو غلط فهمی که در بین مردم هست امی هم اگر یک تشریح شود. بسیار خوب. ببینید یکی از فلسفه های حج این است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم وقتی برای ما بیان میکند که میگه در حج برای شما منافع است. منافع چی است؟ شما می توانید بروید حج بکنید، عبادتتان را انجام بدهید، در ضمنش تجارت بکنید، خرید و فروش بکنید، مال ببرید، مال بیارید. این هیچ اشکالی نداره. تجارت کردن در ایام حج یکی از اهداف و فلسفه حج است که مسلمانان میرن اونجا. مثلا در حج ببینید مردم از تاجیکستان پارچه‌های تاجیکی میارن، عسل میارن، میوای خشک تاجیکی رو میارن، از افغانستان همچنان، از بعضی کشورها مثلا ادویه‌جات میارن، از بعضی کشورها انواع عطر میارن اوجاج بین هم دیگر خرید و فروش میکنن. در این اولا که در این خرید و فروش کردن هیچ اشکالی ندارد. در مورد سوغات حج متاسفانه ببینید ما در دینمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هدیه بدهید محبت در بین شما زیاد میشود. تحادو. خب هر چیزی که از حد معتدلش گذشت و افراط رسید سبب اذیت انسان می شود. محبت بیش از حد، میگن که محبت های بی جای کمتر از آزار نیست. بعضی اوقات همین محبت بیش از حد سبب اذیت طرف مقابل میشه. هدیه دادن سنت است، خوب است، خاصا کسی که حج میره از حج یک چیزی هدیه برای نزدیکانش میاره. اما تکلف کردن در این باور کنید سبب شده که خیلیا مصرف حج رو دارن اما مصرف هدایای حج رو ندارن و این افراط است و این اسراف است و این جایز نیست در دین ما. دین ما دین اعتدال است، دین میانه روی است. طرف میاد یک
بشکه به اصطلاح آب زمزم با خودش میاره در خانه، بعد 10 برابر او آب از چا میکشه داخل و قاطی میکنه به نام آب زمزم به مردم میده. و تو دیروز از حج آمدی داری فریبکاری میکنی، مردم رو فریب میدی، به نام آب زمزم آب چای خانه خودت رو میگیری داخل و به مردم میدی. این حج پس در تو تأثیری نداشته؟ نیار برای مردم، یا همون کمی که میاری یک کمی بسیار کم، حالا فنجان های کوچیکی هست در شاید دیده باشید، در اون برای مردم آب بده. اصلا نده. یکی این رو به عنوان این که طرف از حج آمده باید حتما مهمانی بکند، مردم رو خبر بکند و مردم از 4 طرف باید برن به دیدن او. یعنی هر چیزی که از حد بگذاره سبب مشقت و تکلف در بین مردم میشه. بعد برای تبرک جانماز آورده، جانمازی رو که چین درست کرده، عربستان سعودی وارد کرده، تو از اونجا میخری از مکه میاری به مردم در افغانستان که سوغاتی از مکه آورده. باور کنین جانمازی که یک بار بشورید خلاص از بین میره. چه نیاز است؟ برای 4 تا عزیزان نزدیک خود 4 تا جانماز خوب آبرومندانه بیار، برای بقیه نیار. یا تسبیح آوردن، تسبیح های چینی پلاستیکی است که خروار خروار افتاده است، جمع میکنن میارن برای مردم. اولا خود این تسبیح گرداندن حرف و حدیث است در او. ثانیاً تو تسبیح چینی را از اونجا برمیداری برای مردم میاری در افغانستان که یعنی چی؟ بعد ما خیلی از مسائل، یک اعتقادی که مردم دارن متبرک است، برکت مکه و مدینه توسط تسبیح و جای نماز منتقل نمی شود. مدینه شهر مبارک است، مکه شهر مبارک است، بیت المقدس شهر مبارک است. برکت این شهرها توسط اجناسی که شما از اونجا بیارید به کشورتان منتقل نمی شود. در هیچ جای دین و شریعت این رو نگفته است. پس چرا این تکلف بیجا رو باید انجام بدهید؟ اصلا ببینید، همونطوری که در شروع صحبت ها گفتیم که مشکلات ما در جوامع ریا هست. چند روز قبل یک دوستان میپرسه که آیا حاجی گفتن جایز است یا جایز نیست. ببین بعضی از علما دعوتگران در این مورد صحبت کردن، بعضی هم جوابشان دادن. طرف خرج کرده، مصرف کرده، رفته حج، از حج برگشته، مثلا نامش ابراهیم است. چند روز بعد کسی صدا کرده ابراهیم جان، من کور بودی ندیدی که من حج رفتم؟ حاجی ابراهیم بگو. حج رفته خرج کرده به خاطری که مردم میگن حاجی ابراهیم. خب این حج به سر آدم بزنه چه فایده کرده ازش؟ تو از حج کردی که تو از نفاق، از ریا، از درویی دور شوی. آمدی نامش هم گذاشته حاجی فلانی، در پاسپورتش هم حاجی فلانی، در هر جایی که الحاج فلانی، یک الف لام هم بعضی اضافه میکنن. فاسق، فاجر، دزد، آدمکش، الحاج فلانی نیست. آره ما مثلا الحاج ابوبکر صدیق داریم در کدام تاریخ، الحاج عمر فاروق داریم، الحاج علی مرتضی داریم، در بین تابعین الحاج امام بخاری داریم، الحاج امام ابو حنیفه 10 بار حج کرده، 100 بار حج کرده. الحاج امام ابو حنیفه داریم. این به خاطر ریا، به خاطر این که بگن که والا ما حج کردیم. مثلا مثل این که طرف روزه گرفته الروزدار آقای فلانی، النمازگزار فلانی. واقعا خنده‌دار است خواهر گرامی. الزکات دهنده فلانی. چون حج برای خیلیا نمایش شده است. حج برای خیلیا یعنی به عنوان یک سیاحت شده است، به عنوان یک تفاخر در بین مردم. هر عملی که در او به اندازه 1,000,000% برای غیر الله انسان توجه بکنه، این عمل شرک است، ریا است، شرک خفی است. این عمل باطل است. در یکی از برنامه خدمت شما عرض کردم که هیزم جهنم کیا هستن؟ یادتان هست؟ بله یکی خانم یکی قاری قرآن است، یکی قاری قرآن است، یکی که مالش صدقه و زکات میداد، یکی هم ملا عالم دین. هیزم جهنم 3 جماعت هستن. حدیث صحیح خواهر گرامی، شوخی هم نیست. جهنم به توسط این 3 طایفه روشن می شود: قاری قرآن، کسی که صدقه و زکات داده و کسی که عالم دین است. بله. وقتی که اینا رو میارن
جهنم که روشن میکنن، اینا داد میزنن یا الله. و یکی هم شهید است، یکی هم شهید است. قاری قرآن میگه که یا الله من به خاطر تو قرآن حفظ کردم، قرآن خواندم. میگه دروغ میگی، به خاطر من نکردی، به خاطر این کردی که بگن قاری، بگن چه خوب صدایی داره. حالا دیدین زیاد شدن الان در جامعه ما، و بالا می نشینه قاری، نه مد است نه تجوید است، همینطور صدای خود میکشه، بعد این پایین الله 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 الله. عمل به قرآن وجود نداره. عالم دین داد میزنه پروردگار را من عالم دین بودم، من مردم رو تعلیم دین میدادم. میگه نه خیر، تو به خاطر این کار میکردی که تو را عالم بگن، تو را ملا و مولوی بگن. حتی همین است. خیلی از این اصطلاحاتی که ما در جامعه داریم. من یک تصویر یک کاش میشد نشان میدادم برای شما. الحاج، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ التفسیر، افتخار ملت افغانیه، فلان فلان فلان، 3 سطر نوشته کردن فلان ابن فلان. طرف یعنی امیر المؤمنین در حدیث است. نگفتن که شیخ التفسیر و الحدیث و المنقول و المعقول الامام البخاری الفلان فلان فلان، نگفتن. قال البخاری، قال المسلم، قال ابو حنیفه، قال احمد ابن حنبل، قال شافعی، قال ابو بکر، قال عمر. این القاب نبود. امروز ملای ما 10 تا القاب در پشت نامش گذاشته، الفلان الفلان الفلان. یعنی چی؟ اینا همه ریا هست. کسی که بر اسم خودش کلمه حاجی رو اضافه میکنه به خاطر اینکه به مردم بگه من حج کردم، مثل اون طرفی که میگن داشت نماز میخوان، کسی رد شد گفت به چه خوب نمازی میخوانه، چه خشوع، چه تواضعی، از وسط نماز صدا کرد گفت که روزه هم هستم. یعنی به این معنی است که این طرف میخواد به مردم بگه که من حج کردم، من حاجی هستم. این ریا هست و این انسان رو در نفاق داخل میکنه که باید از اینها ما دوری بکنیم. تشکر استاد گرامی، بسیار واقعا وقت زیاد هم صحبت کردین. خداوند شما را اجر دارای نصیبتان کنه بر پالی تمام خدمات دیگه شما، و اجری که شما از تمام برنامه های ما، از آغاز برنامه ما که با قرآن عظیم شان و با ترجمهش است که بیننده های عزیز او هم توفیق انصاری صاحب بوده برای شبکه ما، و روزای 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه از شیخ بدری. اینا همه یعنی چیزایی است که خداوند، دعای ما همیشه است که پروردگار ما را از ریا نگاه داری، خداوند قبول درگاهی تو باشه. الهی پروردگار ما از او لحظاتی که هیچ عمل ما و هیچ دعوت و صحبت ما در رضای تو درون نباشه، پروردگار به او ما را توفیق ندی. خداوند همه چیزی که از طرف تو هست برای ما به فضل و رحمت ما را ببخشی، گناه ها و تقصیرات ما را. یعنی خدمت زیاد الحمدلله شما کردین و الله متعال شما را همیشه حسناتتان پروردگار و اجرش در دنیا و آخرت نصیبتان کنه. بسیار تشکر. بسیار برنامه خوب بود، با وجود از اینکه صرفم داشتین. من گفتم تان که از شیر کت زرچوبه بخورین، من چه مونم خوردین یا نخوردین. اما یک نکته را خواهر گرامی اگر اجازه بدید من در اینجا بیان بکنم خدمت شما بگان عزیز. البته یک مسئله هست آدم انصاف رو در نظر بگیره. بعضی از علما و دعوتگران در مورد عمره رفتن و حجای تکراری رفتن صحبت کردن و بعضی آمدن صحبت های اونا رو قیچی کردن که مثلا فلان ملا گفته که حج نروید. این نکته یک مشکل بزرگی که در جامعه ما وجود دارد. طرف 10 بار حج کرده بازم حج می رود. باور بکنید که این انسان گناهکار است، این انسان اهل معصیت است. تو در وطنی زندگی میکنی که مردم نان خوردن ندارن، کسانی که شب و روز زحمت میکشن که یک لقمه نان برای فرزندانشان تهیه بکنن. حج در زندگی 1 بار است. رسول الله صلی الله علیه و سلم 1 بار حج کردن. مکه فتح شد خواهر گرامی، رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 سال دیگه در حیات بودن، 3 سال یا 4 سال، 3 سال تقریبا. در این 3 سال آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 تا حج کردن؟ نکردن. 1 حج کردن. حج اول و آخرشان بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم چند بار عمره کردن؟ 1 بار عمره کردن. پس سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این است که 1 بار حج بکن،
استطاعتش رو داشتی. عمره کردن واجب نیست، عمره کردن فرض نیست، عمره کردن حتی سنت مؤکده نیست، یک عبادت است. انسان پول داشتی، جامعه ملتت، مردمت، خانوادت در ناز و نعمت زندگی میکرد، برو یک عمره هم بکن. امروز اگر یک بار استطاعتش رو داری، حج کردی و بعد از اون پول داری، سرمایه داری، پول خرچ حجی رو که میپردازی، برو برای فقیر و مستمن کمک بکن. واقعا در این شرایط الله 100 بار حج کردن، 1000 بار حج کردن هیچ فضیلتی برای تو در نزد الله متعال ندارد، غیر از اینکه خودت گناهکار بکنی، غیر از اینکه پیش مردم بیای لاف بزنی که والا من 10 بار حج کرده. همون خرج و مصرف برای فقیر و مستمن کمک کن، والله بالله تالله ثوابش از حج بیشتر است. در غیر از اون استاد گرامی، امیال موضوع غزه اگر یادآوری کنیم و شما در زمانی که نمیفهم در غزه یرموک بود، در کدامی بود که 3 نفر از صحابه نرفتن به جنگ و اونا بازپسان به خاطر از اینکه خدا جزا بدن به ستونای مسجد خدا بسته کردن و تا زمانی که اینا عفو شدن. این امت اسلامی که امروز به این حالتی که ما میبینیم که در غزه است و شرایطی که فعلا، یعنی بس چشم سر میبینیم که همه روزه اطفال اونجا برشان شیر نمیرسانن، برای مردم نان نمیرسانن. یعنی اینمی امت اسلامی که نمی که خداوند گفته شما خواهر و برادر هم هستین، یک امت هستین، این آن، و امروز اون امور هیچ او شکست نیست. بسیاری کسایی است که اینمی حج میرن و غم جان خود دارن و عبادت ها میکنن، رقم حتی باور کنین که برای اینمی مردم، یعنی کمک هایی که باید برای از اینا غذا روان شوه یا یک چیز، در اون قسمت ها مردم توجه ندارن. ما تعجب میکنیم که ما چطور، چه قسم یک امت هستیم که یعنی عبادات ما یا تمام مراسم را که میکنیم اینا را ما از او هیچ نمیآموزیم که ما خو امروز مسئولیت داریم در مقابل غزه. امروز می خاموشی امت اسلامی و کسایی که به گفته شما به 10 دفعه رفتن حج باز میرن اینا فکر نمیکنن که در نمی حالت فعلی مسئولیت ما چیست. و خدا آدم حیران میمانه که ما، خدا نکنه که ما در جمله منافقین نباشیم، خدا نخواسته، خدا نکنه که ما رو پروردگار عالم از تمام، چرا اینقدر به بیلیون مسلمان دعای ما قبول نمیشه که امروز حالتی که بالای غزه و بالای مسلمان است، چرا دعای ما قبول نمیشه؟ برای اینکه ما توجه به مو اصل دین خود، عقیده خود، به مو چیزی که یعنی اعمال را انجام میدیم، نه نماز ما، نه روزه ما، نه حج ما، اینا به مو شکلی که باید انجام بدیم و بفهمیم از او بیاموزیم، به مو شکل انجام نمیدیم. و یک سوال دیروز یک نفر پرسان کرده بود، ما او را میخواستم شما میرم یک تصدیق کنین، برای اینکه خب پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که در حج کردن، در خود حج اونجا خب کسی روزه نمیگیره در عرفات. اینا پرسان کردن که وقتی که گفتن پیغمبر صلی الله علیه و آله در عرفات روز عرفه حج روزه نگرفتن، ما چرا روزه بگیریم؟ امیره یک نفر دیروز پرسان کرد، من گفتم که او خب در مراسم حج می باشه که روزه نمیگیرن، اما در بیرون بر کسای دیگه کس نیست که حالا یک فتوای دیگه بکشن که شما در روز عرفات روزه نگیرین. ببینید، ما که در عرفات نیستیم، در حج نیستیم، این نیست که اولا این رو تصحیح بکنم که روز عرفه واجب نیست، فرضم نیست. بله. و کسی گرفت ثواب میگیره، کسی نگرفت هیچ گناهی مرتکب نشده است. یعنی گاهی اوقات متاسفانه بعضی از ماها بعضی از سنت ها رو از فرض و واجب هم بیشتر اهمیت میدیم. من در رمضان ذکر کردم در یکی از برنامه که نماز تراویح سنت است. تراویح رو میخوانن 20 رکعت ختم قرآن میکنن، خب جزاکم الله خیر، کار بسیار خوبی است. نماز صبح به جماعت نمیره یا نماز ظهرش رو قضا میکنه. ببینید یک مشکلی در بین ما هست، اهمیت فرض کجا، اهمیت سنت کجا. فرض رو ترک میکنه به خاطر سنت. در حج یک مشکلی که داریم، مثلا سلام دادن به حجر الاسود سنت است، درست؟ بله. بوسیدن حجر الاسود جز مناسک حج نیست. در هیچ جای نگفته که حجر الاسود در حج باید ببوسی، اگر نبوسی آجی نمیشی. نه فرض است، نه سنت است، نه واجب است، نه سنت مؤکد است. یک که عمل نفلی است. میسر بود
برو ببوس، نبود از دور باید سلام بدی. اصل سلام دادن است. الله اکبر دستو بلند میکنی. زن میره خودشو در بین مردهای نامحرم میندازه در اونجا. کلیپاش هم که دیدی دشمنای اسلام نشر میکنن، ببینین حج مسلمان ها. میره در اونجا حجر الاسود میبوسه، از اونجا هم که خارج میشه حجابش رو سریش هم از سرش میفته. این تا لحظه ای که میره حجر الاسود میبوسه، هر قسمتی از بدنش که به بدن یک مرد نامحرم تماس برقرار میکنه برای یک گناه کبیره است. مرتکب گناه کبیره میشه تا یک نفلی رو انجام بده و سنت رو ترک میکنه که سلام دادن است. یا مردهایی که اونجا در بین زنها و مردم رو زیر دست و پا میکنن. باور کنید کسایی بوده که در اونجا دستش پایش شکسته، احرامشان افتاده، تو میری 10 تا مسلمان رو اذیت میکنی، 100 تا مسلمان رو اذیت میکنی که حجر الاسود رو بوسی. او حجر الاسود روز قیامت به کله تو میزنه. اذیت مسلمان حرام است. حجت هم خراب کردی، طوافت هم خراب کردی، عمرت هم خراب کردی. به خاطر چی؟ به خاطر بوسیدن حجر الاسود که نیست جز مناسک حج. یا رفتن مثلا به غار ثور، رفتن به غار حرا، اینا جز مناسک حج نیست. اما امروز متاسفانه مسلمانای ما این کارا رو انجام میدن. باز بدنام کی میشه؟ بدنام اسلام. یعنی که این نشان دهنده جهل و نادانی است. ما گاهی اوقات باید فرق بکنیم بین فرض، واجب، سنت مؤکده، سنت، نفل، مستحب. اما نه، اینا رو در نظر نمیگیرن. و این مسئله خیلی مهم است که ما باید عبادت ها رو بر اساس آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردن انجام بدیم. به خاطر همین در حدیث صحیح میفرمایند که خذوا عنی مناسککم، مناسکتان را از من بگیرید. یعنی چی؟ روش عبادتمان را باید از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بگیرید. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانید مانند نماز خواندن من. وقتی که مطابقت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نباشد، وضعیت مسلمانان این گونه میشه. تشکر استاد گرامی. دیگه انشالله شما را یعنی وقتی که برای ما دادین خداوند قبول کنه. جهان سپاس. انشالله وقتا فوقتا از شما ما خواهش میکنیم که در برنامه ما شرکت کنین و میفهم مصروف هستین، اما بازم جزاکم الله خیر. خداوند شما سلامت داشته باشه و عید قبلا براتون تبریک میگم انشالله. و از برنامه های عیدی البته از خود مراسم حج شما با بسیار زحمات تهیه کردین که همگیش با تصاویر رو به سفر کردن در مجاهره، اینا کلش همش یعنی چیزایی است که ما در برنامه های خود شریک میسازیم و خداوند اجر داره نصیبتان کنه. جزاکم الله. آمین. زنده باشین. تشکر از شما. خداوند شما سلامت داشته باشه. جهان سپاس. سلام باشه. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب بیننده عزیز، تقریبا 2 ساعت ما زیادتر شد برنامه و استادم که مطور بیچاره دیروز بسیار سلفه میکرد و گفتن که در برنامه خودم ما بسیار سلفه کردم. ما گفتیم دیگه موضوع چون یک موضوعی مهم است سر شکر صحبت شود و واقعا استاد انصاری خداوند خیر بده بسیار موضوعات دقیق و بسیار با شهامت و با جرأت صحبت میکنن و امیدوار هستم که انشاءالله ما با این برنامه ها و با شنیدن و مشاهده کردن این برنامه ها مشکلات را که ما در تمام عبادات خود یا در هر جایی که در هر مسئله که ما کدام اشتباهات یا تقصیرات و کوتاهی‌ای داریم خداوند ما را ببخشه و ما اصلاح شده و روز به روز بیشتر بفهمیم و شرایطم تغییر کرده خواهر و برادر عزیز. یعنی من خودم از زمانی که به حج رفتم تا زمانی که در سال 2021 به عمره رفتم آدم تغییرات زیاد هم میبینه که در بین مردم هم تغییرات آمده. الحمدلله با وجود از اقتدار بسیار زیادتر شده. در خود حج هم بسیار مشکلات کمتر شده. وقت اما سرویس هایی که بود برای رقمی که ما رفتیم آل تمامش ترین و دیگه یعنی بسیار سهولت ها هم برای حجاج زیاد شده. از همه مهمتری که یکی از فرایض پروردگار است این که چی حالت در عربستان بیاید، چی گپ میشه و سرای از اینا، رهبرای از اینا چی رقم مردم هستن و چی کارهایی میکنن و چقدر اینا مزدوری و چقدر کارهای خود حقیر ساختن و در بین مسلمان ها منفور شدن. او علایده است، ولی موضوع حج اونمو کعبه شریف در
جای خود مقدس ترین یعنی مکانیم که خداوند رو بر ما تعیین کرده در اونجا حج کردن. خداوند نصیب هر مسلمانی که آرزویش داره و هر کسی که اگر نداره خداوند می آرزو رو به دلهایشان داشته باشه. بسیار سفر مبارک است و بسیار انسان تغییر میکنه. یک تصاویر رو میبینین و فیلم ها رو میبینین، یکی وقتی که شما در اونجا میباشین باور کنین و کلی یک تاثیر عجیب و غریب داره. مثل که دکتر احمد صقر خدا مغفرت کنه، او میگفت که اگر دیگه وقتی که هر چیز کردین یعنی خستام شدین هر چیز فقط شما برین در یک جای بشین به طرف خود کعبه شریف ببینین، عبادت است. واقعا همینطور است. یعنی اینقدر دلپذیر است باور کنین که می خود نشستن در یک جایی که شما فقط به طرف خود کعبه سیر میکنین و اونمو که یک تعمید است و دور دورش یک پارچه سیاه است، ولی آنقدر دلپذیر و دلکش و آنقدر انسان از طرفش میبینه هیچ دلتان نمیخواد چشمایتان رو پس کنین. اینقدر که آدم مثل که یک طفل نو طفلتان پیدا شده باشه و شما متعاشقانه به طرفش سیر میکنین و چشمتان سیر نمیشه. کعبه شریف اونمو یک کیفیت داره. باور کنین کسایی که رفتن اونا میفهمن که چقدر لذت بخش است و اونمو گرمیا و اونمو جمع و جوش و اونمو تیله و تنبه و کل چیزها از یاد آدم میره. من مزاح کردم برای کسی گفتم مثل که خانم‌ها یک دفعه طفل خانیشان پیدا میشه و چی مشکلات یک طفل میشه، باز یک سال دو سال بعد باز میبینید که طفل دیگه به دنیا میارن. به امور رقم موضوع حج با تمام تکلیفاش بازم دل آدمم تو میخواه که بره و خدا کنه که راستی و گفتی استاد و همچنان علمای ما در همه جایی را زیادتر یادآوری کنن که در شرایط فعلی که امت اسلامی قرار داره و مخصوصا در افغانستان در وطن ما از حجی که مردم یک بار رفتن باز هم بخیر طالبا خو منع کرده بودن که کسی که یک دفعه رفته باشه دفعه دوم نمیماندن. یعنی امو پولش راستی باید در می شرایط مصرف کنن برای خود می وطندارای ما که امروز مهاجرین چه آمدن و چقدر ضرورت است در اونجا. ولی باز هم ما یعنی نمیتونیم سر مردم زور کنیم. خب بعضی کسا هستن که در مسئله عمره مثلا حج عمره میگن ما نمیریم ترکیه و ما نمیریم در اروپا و نمیریم اینجا اونجا. ما بسیار خوش داریم که بریم در اونجا مدینه منوره و مکه معظمه را که میبینیم قلبای ما بسیار آرامش پیدا میکنه، برای عمره میرن و خداوند از هر کدام ما قبول کنه. آمدیم در موضوع قربانی خواهرها و برادر عزیز. ما قربانی ها را کسایی را که با ما به تماس شدین و گاو گوسفند قربانی کردین بازم ازتان خواهش میکنم که یک بار به امروی ما به تماس شوین تا ما نام شما را درست و معلوماتتان داشته باشم برای قربانی. و البته قربانی ما به توسط معاون رفیع الله احمد زیم صورت میگیره و همراه فیصل جان مدرس سردویشان و ما برشان رو یادآوری کردیم که قربانی ها باید برامو مهاجرین و کسایی که از پاکستان اینا آمدن برای از اونا زیادتر در نظر گرفته شود که برای از اونا رسانده شود دیگه. خداوند از همه قبول کنه و تاریخ تا جایی که ما شما در امریکا برای ما خود گفتن که روز عرفات روز پنجشنبه است یعنی 5 جون و روز عید انشالله عید الاضحی روز 6 و روز جمعه عید است بخیر. خداوند در این روزهایی که در پیش داریم پروردگار عالم عبادت های ما و شما را دعاهای ما و شما را تضرع و عذر و نیازی که به درگاه پروردگار داریم قبول درگاه خود کنه. ما هم در شبکه کوشش کردیم که در این طول روزها بسیار خطبه های واقعا آموزنده و برنامه هایی را بر شما تهیه کردیم که انشاءالله در این روزها از مشاهده از او همه ما و شما خداوند اجر نصیب ما کنه و از او بیاموزیم انشاءالله. دیگه تا برنامه دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم خواهرها و برادر عزیز. اگر کسایی باز هم قربانیتان پس مانده میتونین گاو یا گوسفند اگر قربانی میکنین دیگه بر ما تا 2 روز دیگه وقت دارین. بعد از او باز دیگه ما نمیتونیم برای دیگه وقت میباشه دیگه. انشالله با ما به تماس شوین. در غیر از او کسایی که قربانی کردن لطفاً اونا هم تماس بگیرن که من معلومات مکملشون داشته باشم و از همه تان پروردگار عالم قبول درگاه خود کنه. و تا برنامه دیگه که باز هم خدمت شما باشیم. دعای ما همیشه میسته که پروردگار ما خب بسیار مشکلات داریم، بسیار کوتاهی ها داریم، بسیار تقصیرات داریم، بسیار در تمام عبادات خود در همه امور خود پروردگار ما
ضرورت به هدایت تو داریم پروردگارا و بر ما ببخش و دعاهای ما رو با تمام مشکلاتی که در ما است، با تمام تقصیرات و گناهایی که در ما است، ما به جز تو پروردگارا به کس دیگه رجوع نمی کنیم. امید ما به کس دیگه نیست، توکل ما به کس دیگه نیست. خداوندا بر ما ببخش و پروردگارا دعاهای ما را در حق امت اسلامی پروردگارا بپذیر. پروردگارا مریضای ما را شفا و کسایی را که وفات کردن، پدرها و مادرها و گذشتگان ما را مغفرت کن و برای نسل جوان ما، کسایی که امروز در یک حالت بسیار در یک طوفان قرار دارند و از هر طرف فتنه ها و دشمن بسیار مکار و بسیار فعال و بسیار از هر طرف به فعالیت است. چنانچه من براتون یکی از کلیپایی را که بر ما رسیده که امروز حتی نه تنها صهیونیست‌ها و یهود در عقب مسلمان ها در فتنه ها هستند، هندوها که امروز در مساجدی که مخصوصا در تکساس، مسجدی که از دکتر یاسر قاضی است، بسیاری مساجد اینا سرشان اینقدر مشکلات برشان خلق کردن که حتی اینا نمیتونن امو اتاقای مرده‌شویی خانه یا جایی که مرده ها را حفظ میکنن، در اونجا اینا امروز تا مرده های مسلمان ها را نمیتونن اونجا بیارن، برای اینکه برشان بسیار مشکلات خلق کردن و دشمن بسیار فعال است، بسیار زیاد مصرف میکنه. ولی ما پروردگار قوی را با خود داریم که ما ارتباط ما را پروردگار عالم با خود داشته باشه و الله متعال ارتباط ما را صادقانه داشته باشه و دعای ما را قبول درگاه خود کنه و هر کسی که در دشمنی با دین اسلام است الله متعال شرمسارشان کنه. خداوند دست ظالما را کوتاه بسازه. پروردگار عالم به مردم غزه و تمام مسلمان هایی که در تمام نقاط جهان اینا مشکلات دارن با غیر مسلمان ها و با دشمنان دین و با دشمنان پروردگار، الله متعال همه از اینا را به جزای اعمالشان برسانه و خداوند امت اسلامی را سرفراز بسازه و ما در زندگی خود ببینیم که ظالما همگیشان به جزای اعمال خود برسن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Allah, 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 Allah.